خونهایی که ریخته شده پای ایناست، مسببن، سببشه. این که یعنی با این حساب شما پس عامل مثلا قتل عمار هم علی بوده. من سال 79 زندان بودم، سال 82. اصلا در دنیا خودش دادگاهه. نه کی میگه دادگاه؟ رئیس قوه قضاییه اونجا. باش. من از اول میگفتم آزاد بذارید. جمهوری اسلامی از این حرفا پهناورتره. نه آمریکا پشت این بوده.
آمریکا پشت میر حسین برای چی باید باشه؟ یعنی چه سودی می‌برد آمریکا اگر آقای میر حسین میشد رئیس جمهور این کشور؟ همینایی که ادعای تقلب داشتن دست برداشتن، گفتن نه تقلب نیست، تخلفه. آقای میر حسین باز اینم قبول نکرد، گفت الا لله تقلبه. در غیر این صورت این جمعیت رهبری خیلی موضع داره در این خصوص. مثلا میگه آقا سال 88 نظام تو لبه پرتگاه رفته، ما خسارت محض خودش برده لبه پرتگاه، هیچ خطری از جانب آدم‌هایی که تو خیابون بودن متوجه نظام نبود. به نام خدای عادل عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان عزیز، مشتاقان و مخاطبان حرف نو. امیدوارم هر جای ایران عزیزمون یا خارج از ایران عزیزمون که هستید حال دلتون خوب باشه. من محمد صادق فرامرزی و اینجا استودیو ضبط حرف نو هست. خیلی خیلی خوشحالیم که ما رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کردید. ساعت 22 خرداد 1388 آقای مهندس میرحسین موسوی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود برابر اطلاعاتی که از ستادهامون در سراسر کشور داریم، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم. انتخابات سال 88 رو میتونیم هیجانی ترین و دو قطبی ترین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران بدونیم. انتخاباتی که رقابت‌های اون قریب به 8 ماه قبل از برگزاری انتخابات آغاز و تا 8 ماه بعد از انتخابات اون تنش‌ها و اون اختلافات فروکش نکرد. بسیاری از قضاوت‌های موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی و همچنین شخصیت‌های سیاسی داخلی و خارجی مبتنی بر این انتخابات و مبتنی بر این حوادث هست. برخی از کارشناسان معتقدند که جمهوری اسلامی در سال 88 با یک نوع براندازی مواجه بوده، براندازی از جنس انقلاب مخملی. بنابراین اونها معتقدند که بایستی با عوامل داخلی و خارجی اون به شدیدترین شکل ممکن برخورد کرد. برخی دیگه معتقدند که ما نه با براندازی که با یک جنبش اعتراضی مدنی روبرو بودیم. از طرفی اگر اشتباهی هم رخ داده از سوی یک طیف نبوده، بلکه از سوی افراد مختلف، طیف‌ها و گروه‌های مختلف بوده و نبایستی به بهانه اون فقط یک طیف رو از جمهوری اسلامی حذف بکنیم. همچنین اونها معتقدند مدیریت ناآرامی‌ها در سال 88 توسط جمهوری اسلامی به اندازه کافی خوب نبوده و منجر به کاهش شدید سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی شد و انشقاق‌های اون سال هیچگاه ترمیم پیدا نکرد. اما مسئله دیگه‌ای که پس از 15 سال که از اون انتخابات میگذره لازمه که بررسی بشه مسئله حصر آقایان موسوی، کروبی و خانم زهرا رهنورد. افرادی که در سال 88 نقشای جدی در اون انتخابات و پس از اون داشتن، در حالی که برخی ها معتقد به دادگاهی شدن و حتی اعدام اونها هستند، برخی دیگه در واقع معتقد به آزادی و حتی دلجویی از اونها هستند، برخی دیگه هم معتقد به حفظ شرایط موجود و حفظ حصر هستند. با توجه به اهمیت این موضوع که این انتخابات یکی از مهمترین پرونده‌های جمهوری اسلامی هست، دعوت کردیم از دو تا از شخصیت‌های مهم سیاسی کشور تا در این ارتباط با هم به گفتگو بپردازیم. جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا مهدی طائب، رئیس پژوهشکده امار، و جناب آقای دکتر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، امروز مهمان ما هستند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت هر دو مهمان عزیز، خواهش میکنم اگر در ابتدا سلام علیک با دوستان بیننده و شنونده دارم بفرمایند تا بنده انشاءالله مناظره رو آغاز بکنم. مشاور بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم به نوبه خودم اولا تسلیت عرض میکنم ایام رحلت پیامبر اکرم و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا علیه السلام رو از خدای متعال میخواهم که آنچه که حق است بر زبان ما جاری کنه. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر بفرمایید. به نام خدا، منم عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبین عزیز و کسانی که این برنامه رو تماشا میکنن. امیدواریم که بحث سودمند و راهگشایی رو مطرح کنیم. خیلی ممنون دکتر، خیلی ممنون حاج آقا. حاج آقا اگه موافق باشید، حالا نمیدونم اگر میخواید با شما آغاز بکنیم در مورد حوادث سال 88 آغاز بکنین. حالا نقطه شروعی که در مورد این حوادث وجود داره، عده‌ای میگن از تشکیل کمیته صیانت از آرا بوده و عده‌ای دیگه میگن که نه، بعد از انتخابات و ادعای تقلبی که از سوی
در واقع آقای موسوی و آقای کروبی انجام شده آغاز بکنیم. من میخوام که یه مقدار توصیف بکنی شرایط اون انتخابات رو و در واقع اون سوال اصلیمون که آیا در واقع ما با یک براندازی روبرو بودیم یا با یک اعتراض. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. اولا ما قضیه 88 رو گاهی از منظر افرادی که در داخل در او فعال بودن بررسی میکنیم، گاهی از منظر کشورهایی که در این مسئله ورود داشتن و ورودشون رو ادامه دادن و هنوز هم دارن پیگیری میکنن. در داخل افراد دو دسته بودن. یک دسته اونهایی که با نیت خیر در این مسئله ورود کردن. دو، تفاوت نگاه سیاسی اجرایی بود. یه دسته افرادی که نه، اینها با شبکه بیرون مرتبط بودن. به تعبیر دیگه عده‌ای در میدان وقتی کار میکردند تو پازل طرف مقابل کار کردن، نه اینکه کددار اونا باشن. نیتشون هم خیر بود. یه تعداد نه اینها. پس بنابراین بررسی این مسئله از دو زاویه باید انجام بشه. تردیدی نیست که آمریکا، دستگاه امنیتیش و رژیم صهیونیستی روی این برنامه سرمایه‌گذاری کرده بود و امید بسته بودن و تقریبا هم امید داشتن به نتیجه میرسه. یعنی براندازی اتفاق میفته، اینا مجدداً منافعی رو که در ایران دست دادن به دست میارن. امیدوار بودن و به همین جهت هم خیلی پوست کنده تو میدون آمدن. ببینید روابط دیپلماتیک اجازه نمیده سفرا در مسائل سیاسی یک کشور رو عمل کنن. عمل میکنن، اصلا سفارت برای کار سیاسی در اون کشوره، ولی قاعدتا رو عمل نمیکنن الا اون زمانی که به این یقین برسن که عملشون حتما موفق میشه و منافعشون هم ایجاب میکنه روی رو بشن. در فتنه 88 خیلی رو عمل کردن و خب در حقیقت ما به دلیل اینکه نسبت به اقدامات اونا اصطلاح عامیانش این نیست که معلومات قبلی خیلی نداشتیم. به تعبیر فنی ما بر اونا اشراف اطلاعاتی نداشتیم. خوب پنهان کار میکردم. در نتیجه مثل عملیات غافلگیرانه صدام بود که یهو حمله کرد که شما چیزی مهیای از قبل برای اون جریان نداشتی. بنابراین بررسی این قضیه یه قسمتش برمیگرده به اونجا، یه قسمت به مسئله داخل. تردیدی نیست که حداقل قضیه آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی در پازل اونا بازی کردن. این تردیدی نیست. یعنی واقعاً در اقدامشون از نظر اونا نمرشون مثبت بود. ببینید وقتی اومدن ادعای تقلب در این حد رو انجام دادن، یعنی بر شاخی که خودشون نشسته بودن اره انداخته بودن. چون تقلب در این حد میدونید چه هماهنگی میخواد؟ 11 میلیون
یعنی تمام کسانی که بر صندوق اعم نیرو انتظامی، از نماینده های خود اونها، از شورای نگهبان، هیئت اجرایی، همه اینا با هم دیگه هماهنگ به این که 11 میلیون، چون گاهی موارد شما میگی آقا 500,000 تا 300,000 تا این میتونه، و 11 میلیون یعنی چی؟ یعنی این نظامی که خود شما در اینجا تا الان بودی، این نظام رو سر تا سر فساد مطلق گرفته. بعد شما چطور تا حالا صدا در نیومده؟ شما استاد دانشگاه بودی، چطور حالا چی نگفتی؟ و بعد اون دوستانی که پای کار اومدن وایستادن اینها آرام آرام گفتن نه مثلا تقلب نبوده، تخلف بوده، اصلا ما به این که از حرفشون برگشتن کاری نداریم. نه، واقعا آقای میرحسین موسوی واقعا اعتقاد داشت 11 میلیون تقلب شده. یعنی آدم سیاسی، چون یه موقع هستش که من کف بازار کوچه بازاری بی اطلاع از اجراییات یه حرفی میزنم، خب از من پذیرفته است. اما از کسی که مثلا 8 سال در زمانی که ما خیلی بحران داشتیم نخست وزیر بوده، زیر و بم ما رو خوب میدونه و میدونه که 11 میلیون نمیشه تقلب کرد، ولی وقتی میاد میگه این یک سوال والا چرا گفتی؟ دنبال چی بودی؟ و بعد وقتی که به ایشون پیشنهاد راههای درست میشه که خیلی خوبه راه داره که صندوق ها شمارش بشه و اینا، بعد این مصاحبه کردن گفتن که ایشون گفت نه بعد مصاحبه کردن گفتن خب اگر دوباره انتخابات برگزار شد دوباره همینجوری شد چی؟ گفت دوباره میگم تقلب شد. چرا؟ دنبال چی هستیم؟ به همین جهت حداقل قضیه این نیست که ایشون اونی رو میگفت که جریانات سفارتی میخواستن و روی سرمایه‌گذاری کرده بود. بر این اساس تقریبا شما وقتی با یه فتنه‌ای برانداز مواجه میشی، یه موقع هستش که از قبل طراحی و برنامه داری، میدونی از کجا میخوان شروع کنن، کجا ختم کنن و هر چی سر جای خودش قرار میگیره. اما وقتی که یک باره با یه اینجوری مواجه میشی تا بیاد هر چی سر جای خودش قرار میگیره، طبیعتاً ریزش هایی داره. بنابراین شما در مقابله با این جریان بله میتونی به فلانی اشکال بگیری، چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد. اشکالای ریز مثل چی میمونه؟ صدام به ما حمله کرد. شما اگر برین اون روزهای اول جنگ و جبهه رو طراحی بکنی خیلی میتونی خطا بگیری. اما اینا خطاییه که چون از قبل نمیدونستی این بخواد بزنه بخط یهو زده، هر چی داشتی ریختی فعلا یا هر چی خودش آمده تو میدون، طبیعتا میتونی اشکال بگیری. اما سرجم قضیه جلو صدام و بسی. بنابراین آقا یعنی میفرمایید آقای موسوی در واقع بازی دشمن رو نخورده، آگاهانه وارد بازی دشمن شد. من عرض کردم گفتم حداقلش اینه که تو پازل اون رو بازی کرد. آگاهانه؟ نه دیگه وقتی تو پازل بازی کنی این نمیدونه داره چیکار میکنه، این حداقلشه. پازل یعنی اونی که اون می‌خواسته من انجام دادم، خودم نمیدونستم دارم اون رو انجام میدم. ولی کد دار یعنی این که نه این مأمور اون بوده گفته. به هر تقدیر این که روی ایشون دشمن سرمایه گذاری کرد، ازش استفاده کرد، این بلا ریبه. آقای هاشمی رفسنجانی فتنه 88 می‌خواستن برن کیش. اونجا بگو مگویی بود که ایشون کیش بیاد یا نیاد. اونجا محترم اونجا من تماس گرفت گفتش که آقای هاشمی میخواد بیاد اینجا و بعضی‌ها میگن که، گفتم که باهاش رفیق هستی شما، برو پیشش بگو آقا تو این قضایا برو مشهد کیش نیا. رفت ساعت که گفت نه
برنامه‌ریزی کردن. آقای هاشمی رفتن که آقای امام جمعه، رفتم خدمت آقای هاشمی گفتم که من وقت میخوام. گفت یه 20 دقیقه بهم وقت داد. گفتم 4 تا سوال ازتون دارم. یک، نظرتون راجع به آقا چیه؟ 2، نظرتون راجع به این فتنه چیه؟ 3، نظرت راجع به خانوادت چیه؟ 4، دیگه چرا نمیای نماز جمعه بخونی؟ گفت جلسمون 2 ساعت طول کشید. خلاصه جلسه گفت اما راجع به آقا تنها کسی که میتونه این انقلاب رو اداره کنه ایشون. منم کم میارم خدمت ایشون میرسم. تلاش میکنم هفته 2 دفعه برم خدمتش. یه دفعه رو حتما میرم. اما جنبش سبز، اگر میر حسین نخست وزیر میشد، استبدادی بر ایران حاکم میشد بدتر از استبداد 50 ساله پهلوی. اما چرا نمیام خطبه بخونم؟ من احمدی نژاد رو قبول ندارم. من شیوه هاشو خیانت به کشور میدونم. ولی آقا نظرشون غیر از اینه. من نمیدونم آقا واقعا رواشاشو قبول داره یا حمایت کردیشون میکنه، مثل حمایت از همه رئیس جمهوراست. بنابراین وقتی بیام حرف بزنم میشه مخالفت با آقا و من نمیخوام با ایشون مخالفت. راجع به خانواده‌اش هیچی نگفت. ببینید آقای هاشمی اول همراه، اما وقتی سیر قضایی رفت جلو دید اونی که فکر میکنه نیست. یه جریان دیگه‌ای در این قضیه وجود داره. لذا میرسه به این نقطه که اگر موفق شده بودن دهن هممون رو میبستن. دهن همه رو میبستن. ما استبداد آمریکایی ها رو قبلا تجربه کردیم. حالا شما سنتون به قبل از انقلاب نمیخوره. من 17 سالم بوده زندان رفتم در رژیم شاه. حرف معمولی هم نمیذاش بزنی. بعد آمریکا با همه وجود پشت اون قضیه بود. گفت اون آخرین لحظات هم حاضر نبود. از صدر من رفته بودم اهواز سخنرانی داشتم برای بچهای نفت. رفتیم اون ساختمون یه طبقه بود مال بحث مدیریت حفاری. تمام اجناس آمریکایی بود. بعد گفت مدیر اینجا عموی دبلیو بوش بوده. 40 روز قبل از پیروزی انقلاب میذاره میره. و اینو کلا در حفاری اجازه نمیدن که ما نمیدادن ما دخل. اون با همه وجود پشت قضیه بود. خیلی ممنونم آقا. اگر که اجازه بدید یه رفت و برگشت داشته باشیم. بعد من زمان رو بزنم. آقای دکتر ما هستیم خدمت شما. حاج آقا بحث تقلب و بحث بازی کردن آقای موسوی و کروبی در پازل دشمن رو مطرح کردن. خوبه اگر از بحث تقلب شروع بکنیم. نظرتون چی است؟ بالاخره تقلب بوده یا نبوده؟ ببینید، نسبت دادن اعتراضات سال 88 به نحوه برگزاری انتخابات و نتیجهش وقتی به نیروی خارجی نسبت داده میشه، اگر این صادقانه بیان بشه از طرف کسی، به نظر من توهم محضه. و اگر غرض‌آلود باشه که خب نتیجهش روشنه. واقعیت این است که وقتی میخواد که انتخاباتی در یک کشوری برگزار بشه، این یک شرایطی داره بر اساس که ملاک‌هایی میشه اسمشو عادلانه بگذاری، آزاد بگذاری، حق اعتراض به نتیجه وجود داره.
شما نمیشود بیاید همه اینها رو نادیده بگیرید، بگید من هر جوری خواستم عمل میکنم، شما هم تمکین کنید. اگر کوچکترین اعتراضی هم کردید، این در واقع با برخورد امنیتی روبرو میشه. یعنی بحث این است که من کاری به این صحبت‌های گوشه و کنار ندارم که بالاخره کسانی بودند خودشونم بالاخره بعد از حرفشون دفاع کنن که ساعت پیروزی کی بود، بالاخره کی پیروز شد، تقلب چی شد، چی جوری شد، با چه مکانیزمی شد، اصلا نشد یا نشد، که اینها که همش شده در واقع ما بر اساس فکت ها که حرف نمیزنیم، شده یک دعوا و نزاع سیاسی. من کاری به اون ندارم، ولی اون چون اونجا اتفاق افتاد دیگه من این رو خودم کاملا حس کردم. یعنی اعتراضی بود، اما یک نیرویی هم خودشو آماده کرده بود که یک قلع و قمعی از نیروهای سیاسی بکنه و اونهایی رو که در انتخابات حضور پیدا کرده بودند اینها رو دیگه در واقع از صحنه سیاسی کشور حذف کنه. ببینید من در ستاد کروبی نبودم، ولی از آقای کروبی حمایت میکردیم. خب بر اساس تحلیل خودمون این کارو میکردیم. روزی هم که انتخابات شد، خب از همون روز نخست بوی بدی از فضا استشمام میشد. شما حس میکردید یک چیزی در جریانه و اون نحوه اعلام نتایج بود که حالت شبه کودتایی داشت. یعنی اولا شما یک شورای نگهبانی دارید که با کاندیداهای رقیب میانه‌ای نداره، حالا تاییدشون کرده اما به لحاظ فکری قبولشون نداره. دو، یک وزارت کشوری دارید که دست تندروترین نیروهای زمان خودتون و طرفدار رئیس جمهور قبلیه و از همون لحظه نخست داره یک جوری آمار رو اعلام میکنه که همه احساس میکنه اتفاقی داره میفته. و قبل از اینکه شمارشی صورت بگیره، حالا اگر آقای مهندس موسوی گفته من پیروز انتخاباتم، کیهان همون ساعت 12 شب زده احمدی نژاد با 25 میلیون رای برنده شد، در حالی که شما انتخابات‌های همین اخیر رو چقدر زمان گذشته اعلام شد و فردا صبح آقای احمدی نژاد پیروز بود و متاسفانه مقام‌های عالی هم اومدن قبل از این که تا اینا بره در شورای نگهبان به اعتراض‌ها رسیدگی بشه صحه گذاشتن برای اینکه بله این انتخابات. و خب من کسی بودم که روز 23 تو دفتر مجله‌مون نشسته بودم در منطقه پاسداران. خب از اینجا خبر می اومد که داره اعتراضاتی میشه، افرادی ریختن تو خیابون در تهران، در شهرستان ها تماس می گرفتن ما چی کار کنیم اینو. خب من بلا استثنا نظر این بود که خیلی هم خشمگین بودن که شما کاری نکنید و اینو. به ویژه خب کاندیدای ما که بالاخره اومده بودن رأیشو زیر رأی به اصطلاح چیزم اعلام کرده بودن، آراء باطله و اینها، خیلی خشم بود و اینا. گفتم آقا کاری نکن. حتی صحبت شد که آقای مهندسین چند تا خبرگزاری با هم تماس گرفتن که آقای مهندس موسوی در اعتراض به نتیجه مثلا داره میره سمت وزارت کشور. لااقل 3 بار اعلام کردم که نحوه اعتراض در ایران به صورت خیابانیش جواب نمیده. دلیلش هم اینه که نیروهای هستن وارد میشن، فوراً به خشونت میکشونن، مردم میترسند و فلان. با این شیوه دنبال نکنید شیوه دیگری. اینم که 3 بار اعلام شده. به مجرد این که از روزنامه اومدم در خونه، اومدن با کمال خشونت دستگیرم کردند و 5 ماه اونجا تحت شدیدترین فشارهای ممکن قرار گرفتم که تو اعتراف کن که با آژانس‌های اطلاعاتی قبل در تماس بودی، اگر اعتراف نکنی پوستتو اینجا میکنی. و اون چنان فشاری به من اعمال کردن که سابقه نداشت. این رو از منظر آدمی مثل من چجوری میبینه؟ بحث خارجی و فلان اینا چی بود؟ با یه وضعیتی روبرو بودیم که کوچکترین اعتراضی رو نمیخواست تحمل کنه و در عین حال
آدم‌هایی رو که اصلا در جریان نبودن. من که یک کلمه نگفتم تقلب شده یا نشده، من که تو خیابون نرفته بودم، من که گفتم خیابون جواب نمیده. برای چی تو این همه مدت این همه فشار؟ پرونده هاش هسته برام بگیرم اونجا، خود دسترسی داره حتما. ببینید این برای چی اتفاق افتاده و چرا صدامون اونجا به هیچ جا نرسید؟ این دادگاه‌های فرمایشی که اونجا درست کرده بودن که بچه‌ها رو تحت فشار فوق‌العاده وادار به اعتراف کردن و بعد باشون تمرین کردن، یعنی آوردن دادگاه قبل از برگزاری دادگاه که شما باید این حرفا رو بگید، کمتر از این نگید. و رئیس دادگاه اونجا تو برنامه مینشست قبل از اینکه علنی باشه، بعد فردا میوردن. اینا کدوماشون هم تحت فشار بودن؟ کدوم مشخص شد که اینا با ارتباطی با بیگانه یا سرویس خارجی داشتن؟ آخرش این بود که هابرماس اومده تهران صحبت کرده. هابرماس فیلسوف آلمانی منتقد نظام غرب و این حرف و یا آدم های شبیه این اومد بود. چی بود؟ خب همه رو که گوش دادیم دیگه. تازه اینا همه تحت فشارهای فوق العاده بود. خب آدم هایی که اونجا بودن بالاخره ما که شاهد بودیم و اینا. ببینید تو این بحث چیز رو فرمودید، نگرانی‌های مردم، بحث روانشناسیش و اعتراضات رو. در مورد خود آقای موسوی کروی آیا در پازل دشمن بازی کردن؟ اصلا پازلی نبود که اینا بخوان توش بازی کنند. این رو نتیجه اوهام امنیتی آقایون نیست که می‌خواستن نیرو رو قلقم کنند. چه پازلی؟ اصلا انتخابات ریاست جمهوری در ایران چرا باید پازل اونها باشه؟ آقای موسوی که به لحاظ دیدگاه‌های اقتصادی، دیدگاه‌های ضد امپریالیستی، طرفداری از برنامه هسته‌ای که اصلا چه کمکی به اونها میکرد. آقای کروبی یک روحانی که با اون سابقه و با اون امیرالحاج بودن و فلان و بمان. اتفاقا اینها اگر بالاخره رئیس جمهور میشدن که از احمدی نژادی که از همون روز به بعد دیگه خب اهل نامه نوشتن به غرب بود و مثلا اون صحبت ها رو کرد و خود اینها اومدن گفتن حلقه انحرافی و اینهاست. اگر برنامه بوده که بالاخره کسی بیاد، بیشتر این که از احمدی نژاد بخوان حمایت کنن موجه تره تا از آقای موسوی با اون سابقه و با این دیدگاه ها. ببینید برنامه یه چیز و اینها کلن یک در واقع جعلی است برای توجیه سرکوب. ببینید انتخابات اتفاق افتاد که عادلانه نبود، حداقل عادلانه نبود. خب تدلیس آقای حجاریان، من بحث تلبیس نکردم. ببین من مبنای عادلانه بودن، شفاف بودن، امکان نظارت داشتن. ببین یکی از مشکلات ما همیشه خب شورای نگهبان در انتخابات است. همون موقع من یادم نوشتم آقا شما میگید این شورای نگهبان عادلند همشون و قیامت خودشون رو به دنیای دیگران نمیفروشند. خب این از نظر شما اینجوره، اما ما که یک طرف انتخابات هستیم و حضور داریم، ما هم باید به بی‌طرفی و عدالت این هم اذعان کنیم دیگه. شما نمیتونید کسی رو داور بگذارید بین دو طرف بعد بگید هرچی این گفت همونه. حتی مثال زدم، گفتن شما میرید بانک یه پول میگید مثلا 200,000 تومان من میخوام، 200,000 تومان میدن دستت، بعد بگی که من میخوام اینو بشمرم ببینم چند تاست. بعد طرف مدعی بشه که آقا اینجا این مسئول بانک، این رو ما که همینجوری نگذاشتیم که پول رو مردم رو کم نمیکنه فلان. آقا شما اصلا فرشته خدا، هر چی دلت میخواد خودتو تعریف کن. من به عنوان یک طرفی که تو این بازی هستم باید اعتماد داشته باشم و حق دارم پولمو بشمرم. شما نمیتونید که با یه همچین ترکیب از شورای نگهبان، با یه همچون وزارت کشوری که از همون اول اومده بود، همون وزیر کشور آقای احمدی نژاد که آقای پور محمدی رو برداشته بودن، اگر آقای پور محمدی بود اصلا این اتفاقات شاید نمی افتاد. خب اومده با اون دیدگاه های تند جناحی خودش بعد میگن این هم نتیجهش شما یا بپذیرید یا برید دنبال کارتون. خب بحث این که خب با تجمیعی صورت گرفته، اونجا هزار مشکل اتفاق افتاده، چنین بوده چنان بوده. ببینید در انتخابات مجلس سوم شورای نگهبان اومد مدعی شد که وزارت کشور انتخاباتی که در تهران برگزار کرده این نادرست بوده، این بعد نتیجهش لغو بشه. خاطرتون هست مجلس ششم، مجلس سوم
مجلس سوم، مجلس ششم نه، زمانی که آقای خمینی زنده بود. فکر کنم انتخابات آقای تاج‌زاده نه، بالاخره وزیر کشور آقای محتشمی پور بود، اومد اعلام کرد جناح چپ اون موقع برنده شد در انتخابات مجلس سوم از تهران. شورای نگهبان میگفت این تقلب شده. خب هم شورای نگهبان خب گفت تقلب شده، آقای خمینی گفت باشه تو درست میگی، من ابطالش میکنم. گفت نه آقا، یک هیئت بی‌طرفی اومدن تعیین کردن، هیئت 3 نفره. گفتم آقا شما برید مطالعه کنید، بررسی کنید، صحبت کنید، نتیجهش هر چی شد اعلام کنید. اون هیئت تشکیل شد، رفت بررسی کرد، اومد گفت که شورای نگهبان در ادعای خودش به اصطلاح درست نمیگه، انتخابات درست برگزار شد. آقای خمینی گفت خب باشه بفرمایید درست کنید. خب چرا همین اتفاق در این دوره نیفتاد؟ خب یک طرف ماجرا به هر دلیلی معترضه، بالاخره که نمیخواد که بگه من به زور میخوام رئیس جمهور بشم، میخواد انتخابات با به اصطلاح پارامترهایی برگزار بشه که نماینده ها اونام در همه ابعادش باشند و اینها. خب نمیخوام بگم که به لحاظ استراتژیک خطایی صورت نگرفت، خطایی صورت گرفت، چنانچه در همه این ماجراها صورت میگیره، حرفایی بالاخره اثر عصبانیت زده شد اما اصل ماجرا این بود که یه تعدادی به نحوه برگزار انتخابات و نتیجهش معترض بودن، یک تعداد دیگه اومدن گفتن حرف زیادی نزنید و به حسب قصد حذف اینها اومدن شرایط رو امنیتی کردن، برخورد کردن، بچهای مردم رو گرفتن، زدن، بستن، بردن شکنجه کردن، در کهریزه کشتن، در زندان اوین تحت شدیدترین فشارهای امنیتی قرار دادن، خیلی هاشون رو ترسوندن، با وحشت آوردنشون تو دادگاه. این آقای ابطحی رو نگاه کنید، من توی بازجویی اومدن عکس این رو نشون دادن که ما اینا رو هم گرفتیم، اینم عکسش تو دادگاه. من خیال کردم اینا رو ساختگی واقعا، یعنی اینا برای ترسوندن من داره، ولی عکس آقای ابطحی رو که نگاه کردم وحشت کردم، به دلیل اینکه چطور یک سیستمی که این همه مدعی است که چه میدونم اسلام و روحانیت و شأن و اینا، آخوندی رو بگیری خل لباسش کنی اونجوری بیاریش تو دادگاه، بعد بترسونیش از که ما الان اعدامت میکنیم، بیچارهت میکنیم، بیاری وادار کنی حرفای دروغ بزنه و بعدا هم بگم همش دروغ بودیش که گوش نکنه به این حرفا. و بعد این صورتشو شما نگاه کنید، این چه ترس و وحشتی تو چهرشه. خب این برای من که اونجا تحت فشار بودم کاملا واضح بود که اینجوره. بنابراین جمع‌بندی میکنم، یک اعتراضی بوده ممکنه همراه با ادعاهای اینجا اونجا که قابل اثبات نبوده باشه همراه بوده باشه، اما جمع قضیه مصیبت بزرگ برای کشور درست کرد. هیچ تدبیر روشنی برای جمع کردنش اتفاق نیفتاد. خب حالا لجبازی هایی ممکنه از این بر بوده، ولی از اون بر سوء مدیریت فوق العاده و اون برم یک دندگی زیاد و نیرویی که میخواست اوزارم امنیتی کنه، به هم بریزه، همه رو حذف کنه و یک وضعیتی به وجود بره که تا ابد خودش حاکم باشه. و مشخصاً خواهم بگم نیروهایی که دور آقای احمدی اینجا بخشون جمع شدن، بعضی بینون حامی بودن، پایداری ها و اینها، نقششون امنیتی کردن فضا برای حذف نیروها و مسلط کردن خودشون بود. بقیه داستان هم قصه است، یک کد نداره، اگر نه اینکه چه میدونم سفارت فلان جا اینجا تو همه کشورهای توری وقتی اعتراضی میشه اینا همراهیایی میکنن چون میخوان بیان ما با مردم همراه. اینا که نشد نقشه دشمن و این تو افسانه سازی هایی که بر اساس اونا بگیری و افرادی رو 15 سال اونجا در بدون محاکمه، بدون در واقع هیچ دستور قضایی در حبس قرار بدی که بتونی با خیال راحت این حرفا رو بزنی. خیلی ممنونم دکتر، متشکرم. آقا ما هستیم خدمت شما. آقای دکتر روی بحث نحوه مدیریت جمهوری اسلامی در اون سال خیلی نقد دارم و معتقدم انتخابات عادلانه نبوده. نظر شما چی هست؟ آیا در واقع کدهایی هم که میارن از شورای نگهبان و احتمالا منظورشون آقای الهام هست و حالا در واقع خود کنش رهبری در اون سال، نظر شما چی هست در باب مدیریت جمهوری اسلامی در سال 88؟ عرض کنم گفت تا مرد سخن نگفته باشد ای و هنرش نهفته باشد. خیلی نظرم بشه به ایشون عوض شد.
ایشون همون اول بحث قفل کرد، گفت اینا دچار توهم. به چه دلیل؟ این شد بحث علمی. بنده که عرض کردم که دخالت اونها در قضایا دیگه بیان شد خودشونه. آقای دکتر اگر در زمان مصدق و 22 بودن 32 بودن، یقینا راجع به کسانی که میگفتن آمریکا این کودتا رو ایجاد کرد همینه میگفتن، اینا دچار توهمن. بعد از چندین سال خودشون میگن ما این کاری. آقای دکتر فهم این که اونا کار کردن تو این دوره خیلی راحت، یعنی اصلا پیچیدگیشون نمیتونستن پنهان کنن دیگه. خرجی که راجع به این قضیه کردن، تمام رسانه هاشون رو آوردن پشت کار. حالا ببینید بحث رو از تقلب ایشون عبور کرد. داستان اینه، آقای میرحسین گفت 11 میلیون تقلب شده. بحث ما این بود که این 11 میلیون امکان پذیر بود اصلا. ایشون میدونست داره دروغ میگه. نکته ای که ایشون راجع به شورای نگهبان، خب ایشون میخواد تعبدی ما بپذیریم که آقا اونور، یعنی دقیقاً اون چیزی که درباره دخالت دشمن ایشون توهم میدونه، ایشون دقیقاً اونور یک سازمان برانداز مثلا جریان اصلاحات داره میبینه، میگه اینا منظم این. خب ببینید در انتخابات 88 بالاخره شورای نگهبان آقای میرحسین رو تایید کرد، آقای کرور هم تایید کرده. ممکنه در ذاتشون اصلا اینا رو قبول نداشته باشه، ولی روی روانی که دارن تایید کردن. بعد خب انتخابات برگزار میشه، این آقایون، ما فعلا شورای نگهبان، اینا ادعای تقلب میکنن. شورای نگهبان اصلا هنوز اظهار نظر مثبت منفی اصلا نکرد. خب بعد شورای نگهبان میگه آقا جون ما هنوز که شمارش هنوز اظهار نظر نکرد، نه تقلب شد. خب با راهکارهایی که هست شمارش میشه، آقای موقعی شورای نگهبان دیگه نظرشون میده، کاری با اون که آقای اون این گفته ما کاری نداریم، ما اینجا رو کار داریم. شورای نگهبان رو روال میره جلو، میاد اعلام میکنه، میگه آقا اینقدر رأی آورده، این آقا رأی بر اساس این. همون حرفی که آقای میرحسین قبل از شورای نگهبان زده همونو میاد تکرار میکنه. یعنی اینجا دیگه بعد از این که شورای نگهبان میگه ما طبق قاعده رفتیم، خب اعتراض میکنه. ایشون فهمید که راهکار داره، راهکار رفتن جلو. من تعجب میکنم راهکار چیه؟ هیئت بازرسی از آقای میرحسین نماینده میاد، از آقای کروبی نماینده میان در برابر اینها صندوقهایی رو میگه آقا جون هر کدوم تا بگی، این هر کدوم این صندوقها رو بیار آقا بشمار. بخاطر 11 میلیون اگر بخواد تقلب شده باشه، تقسیم بر اینها بکنی، هر صندوق در بیاری، حداقل تو این صندوق باید 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا تقلب شده باشه. این کارو میکنن، چیز در نمیاد. من نمیدونم ایشون در حوزه علمیه قم، فرزند آیت الله جوادی آملی، رئیس جامعه الزهرا، مسئول حوزه علمیه الان آقای عرافی، 11 نفر این خدمت آقا میگن آقا ادعا شده که تقلب شد و شما هم تایید کرد. آقا فهمید که بابا من یه قانون راهکار نذاشته، چرا؟ این راهکار رو گذاشته و این راهکار رو رفتن، باز این آقایون سر حرفشون وایسادن. یعنی شورای نگهبان اگرم بخواد بی‌طرفی نکنه، باید در اون بازشماری سنگ بندازه. بگو سنگ اندازی نکرد، آقایون بیان
ببینید باز نمایندگان آقایون رفتن پیش آقا دیگه. نماینده آقای امیرحسین موسوی که خدمت آقا رسید کی بود؟ آقای آخوندی. رفتن خدمت آقا. آفان بابا این راهه، شما جز ستادی. این قشون کشی کف خیابون این چه معنا داره؟ این راهه. آقایون رفتن، همینایی که ادعای تقلب داشتن دست برداشتن، گفتن نه تقلب نیست، تخلفه. آقای امیرحسین باز اینم قبول نکرد، گفت الا لله تقلبه. یعنی بعد از اینکه خود این آقایون زیر مجموعه ها گفته بودن نه آقا این تقلب نیست، گفتن هست. این برنامه که میفرمایند که برنامه‌ای بوده برای حذف اینها، والا حضرت آقای جوادی، من مسئول اطلاعات نیستم، ولی من در چه وزارت چه اینها دوستان رو تو جریانات هستم. اصلا اینی که میگید اصلا وجود خارجی نداشت. من مثال زدم به اول جنگ، این رنجرای انگلستان بود که رو آب گرفتن، اینا رو قرار بود ازشون مصاحبه بگیرن. این اتاقی که قرار بود مصاحبه بگیرن درب داغون بود تو سپاه، این دیوار اینا بعدم معلوم نشه کجاست، یه پرده آبی پشت سر انداختن، حتی آشپزخونه‌م آورده بودن. مصاحبه گرفتن و مصاحبه پخش شد. تو انگلستان تحلیل گذاشتن، گفتن ایرانی‌ها از نظر عملیات روانی خیلی استادن. رنگ آبی در انگلستان مایه آرامش و اینهاست، این پرده رو گذاشته بودن مردم ما رو آروم کنن. حضرت آقای زیدآبادی خیلی در هماهنگی برای براندازی جریانات خیلی خوش داری میبینی. یعنی اگر واقعا چنین هماهنگی هایی، اصلا تصور این، تمام تصور این بود که ما از مرحله‌ای که آمریکا اومده، چون داشت رؤیت میشد، حالا اگر دوستان نمیبینن خب ما که نمیتونیم ما هم نبینیم، داشت رؤیت میشد تا کجاها اومده. پاشور خرخره آقای هاشمی چرا به آقای امام جمعه کیش میگه اگر مسلط میشد استبدادی بر ایران حاکم میشد، بدتر از استبداد 50 ساله، چون یه دفعه متوجه شد که قضیه دست اینا نیست، کار دست اینا نیست. این که حالا میفرمایید تحت فشار و اینها، نمیخوام بگم شما دروغ میگید، ولی تصدیقتون نمی کنم، چون من در جریان بازجویی ها تا مقدار بودم. حتی شب صحبت کردم بیدار نگه داشتن. دستور آمد شب نباید بیدار نگه داری. گفت آقا بازجو هم شب بیداره. گفت بازجو دلش خواهد بیدار بشه تو حق نداری، صبح بازجویی میکن. این که کتک و امثال اینها تصدیقتون نمیکنه. آقای ابطحی هیچ ابایی از این که بی لباس به چرخه نداره. میفرمایید آخونده. یه موقعی آقای ابطحی با محمد نوریزاد با هم در افتادن. محمد نوریزاد که الان آقای ابطحی مسئول صدا و سیمای بیروت بود، یه موقع با هم در افتادن. محمد نوریزاد بهش پیام داد، گفت اگر میخوای علیه هم حرف بزنیم، منم فیلم هایی که نسبت به بیروت ازت دارم اونا رو مردم نشون میدم. آقای ابطحی در لباس آزاده. جا قصه آقای ابطحی رو نخون. نمیخوام بگم در اینجا اگر سوال جواب ازتون شده، باجو تون نشده، کن نشده، این که فرمودید قطع آقای کروبی ادعا کرد که در اونجا تجاوز شده. آقای اژه‌ای رو مأمور ویژه کردن، فرمودن برو ببین این غلط کجا انجام شده. خدمت آقای کروبی رسید. آقای کروبی این خط کجاست؟ گفت منم شنیدم. گفت کی شنیدی؟
گفت همینجوری افواهی شنیدم. گفت حالا مورد تاییدت بود؟ گفت نه، اون گفت منم گفتم. ببینید این که میفهمید سفارتخونه ها میان کجا این اتفاق افتاده؟ آقای زیدآبادی از شما بعیده. یه مقدار راجع به مسائل دیپلماتیک کشورها سفیر حق نداره از یه محدوده به اون طرف پاشو بذاره اون وقت. ممکنه در صحبت تایید کنه، تو میدان نمیاد، یعنی تعریف داره. این سفرشون اومدن تو خیابون، خارج از همه ضوابط دیپلماتیک، از محدوده های تعریف شده عبور کردن. یعنی مشخص بود پای کار اومدن. یعنی عجیبه این رؤیت نمیشه. و این که مدیریت نشد، اگر مدیریت نشده بود، ببینید آقا چند بار فرمودن دستاورد 40 میلیون رأی رو شما خرابش کردی. اگر واقعا مهندسی شده بود 40 میلیون رأی پای صندوق می آمدن. این چه مهندسی است که شما میفرمایید؟ یعنی در حقیقت آیون پای صندوق ها نماینده داره میبینه، هر کی بیاد واسه اون یکی بخواد بنویس، تو شمارش نماینده دارن. این خیلی عجیبه. یعنی شما وقتی داری اونجا اعضای شورای نگهبان هستن، اعضای اجرایی هستن، و این که انتخابات رو خود اون دولت برگزار میکرد، پس باز اینم عجیبه. مگه انتخابات آقای روحانی رو آقای احمدی‌نژاد برگزار نکرد؟ مگر انتخابات آقای خاتمی رو آقای هاشمی برگزار نکرد؟ اون موقع که آقای هاشمی مقابل آقای خاتمی محسوب میشد. این حرف چیه که اینها چون؟ ببینید اینا یا توهم نیست، اینا خارج از، بله شما یه موقعی که تصمیمی گرفتید آقا ما این رو می‌نویسیم و میگیم، اختیار با خودتونه. اما اگر بخوایم واقعیت ها رو برای مردم تبیین کنیم، روی این نکته وایسیم که آقای میرحسین با اینکه فهمید تقلب نشده، هنوز هم در حس میگه تقلب شد. اینو پاسخ بدید. خیلی ممنونم آقا، متشکرم. آقای دکتر معصوم خدمت شما. حالا این که میگن که منو تصدیق نمی کنن که اونجا حالا چقدر تحت فشار بودیم و کتک خوردیم و توهین شنیدیم و فحاشی، و خیلی صریح هم بهم گفتن بعد از اینکه حالا من در یک بازداشتگاهی نگه داشته شدم که اونجا اعتصاب قضا کردن، حالم بد شد، به مرز از دست دادن مشاعرم رسیدم و تازه دادن دست یک تیم جدید که اذیت و آزار کنه تون وضعیت جسمی و روحی و به اصطلاح عصبی و اینها. صریح به هر حال حرف این بود که یا اعتراف میکنی و تواب میشی، حالا اونا نسبت میدادن، یا آقا گفته که میکشونتون بالا. این حرف دائمیشون بود. حالا معلوم بود که شاید همچی چیزی هم نگفته شده باشه. من نمیخوام حرف نقد کنم، شما بازجوییتون توی سپاه بود یا وزارت بود؟ اول تو سپاه بود، بعد دادنم تحویل نه وزارت. اینایی که میگفتید تو بازجویی سپاه بودن یا وزارت؟ تو وزارت بود مشخص. تو سپاه ما رو تو یک بسا سلولی نگه داشتن و حالا دیگه وضعیتش خیلی وحشتناک بود. بعد اونجا که تحویل دادن حرفش این بود و این حرف بسیار یعنی چیزی نبود. ببخشید تو سپاه هم کتک زدن؟ تو سپاه در یک شرایطی نگه داشتن مرا. اونجا کتک نزدن ولی کاشکی کتک میزدن. یعنی من یه شرایطی داشتم که آرزو میکردم کاشکی میبردن منو با شلاق لهم میکردن که فقط از اون حالت در بیام. خب اونجا دارو ندادن به من 4 شبانه روز بیخوابی مطلق کشیدم، تمام کنترلم بر اعصابم بر روحیم از دست رفت، دیوانه شدم اصلا. دقیقاً دیوان. بعد توی حالت منو دادن دست کسانی که فشار فیزیکی و لفظی و اینها وارد میکنند. همونجا هم بله روز 25م توی همون سپاه اومدن به من گفتن که اون بیرون وضع خیلی خرابه، اوضاع به نفع ما نیست، تصمیم گرفتیم تعدادی رو همجور خلاف، یعنی خارج از
مثلا روند قضایی اعدام کنیم که تو هم یکیش هستی دیگه به طور طبیعی. که من گفتم خب من که نمیدونم بیرون چه خبره، واقعا هم نمیدونست، اصلا فکر نمیکردم اصلا این خبرها باشه. گفتم ولی خب حالا شما هر کار دلتون میخواد میکنید دیگه، من اینجا هستم. حالا که چی؟ سپاهیانه گفتن؟ بله دقیقاً. یعنی شما ببین من سال 79 زندان بودم، سال 82 بودم، 88 هم بودم بازداشتگاه مخفی بودم، بازداشتگاه 59 و 2 الف و چه میدونم هر جاشو بگید بودم. اینا رو که عرض میکنم یک ذره نه اقراق نه دروغگویی، نه اون تکرار چون من میدونم بچهای ما نمیزنن. بالاخره اونجا خب برخورداد اصلا چی میگه. حالا من بخوام افشا کنم که خودم هم دوست ندارم این چیزها رو، به دلایلی البته که نمیخوام اوضاع رو حالا هی دائم متشنج کنیم، هی ناامیدی و هی سرخوردگی و اینا حالا ختمش منه، یعنی اینا رو حالا به طور محدود گفتم، ولی اینها خیلی واضح اونجا بود و من واقعا مستاصل شدم. شما از این عباس جعفری دولت‌آبادی بپرسید، این که شد دادستان اونجا اومد اونجا ما رو دید، من جلو بازجو به چی صحبتای باش کردم، همرم یادداشت کرد، گفت من چون این چنان میکنم، قرار بودم بکنی هیچ کارم نکرد. بعدم که خب پرونده من رو بخونید، این راجع به انتخابات بود دیگه، اون 6 سال زندان و 5 سال تبعید و محرومیت دائمی از همه چی برای چی داده شد اساسا اونجا و با خانواده همون چه کردن. شماها ببینید، یا بالاخره اینجا میشینید از مقام یک آدم به اصطلاح که معممی هستید، لباس روحانی به تن دارید، یا نسبت به حقوق یک شهروند اینجا حساسید، یا میگید گور پدر شهروند اینا، من میخوام قدرتمو حفظ کنم، من میخوام خودمو حفظ کنم، من میخوام بالا باشم، سخنرانی کنم. کدوماشه؟ چرا من این همه داد زدم یک نفر وارد نشه؟ خب کی بود؟ چرا این کارو کرد؟ اگر نیستش اینا، خب چرا همین اخیراً زنگ زدن به من، بدترین برخوردها رو با هم کردن از طرف همون چیزی که شما میگید که مثلا شرمم میام راجبش داستانش صحبت کنم. ببینید شماها در یک دنیای دیگری به سر میبرید که این دنیای عینی نیست. این که بچهای ما رو هر روز دادستانی نامه بده برید در زندان ملاقات کنید، خانمم با 3 تا بچه به اصطلاح کوچه که اون موقع از 14 سال بودن تا 7 سال، هر روز بیار اونجا بشینه با تب و با لرز و با اینها، آخرش بگن نه برو دنبال کارت، امروز نمیشه، فردا پس فردا، که بچه‌مون از شدت تأثیر تو صورت خودشون میزدن. ببینید اینها واقعیاتی است که نمیتونید از زیرش در برید به عنوان اینکه یک برنامه خارجی بوده اونجا که چنین کنه. یه انتخاباتی بوده، معترضانی داشته، کاندیداها معترض بودن، میتونن کاندیداها ادعاهایی هم کرده باشن که قابل اثبات نباشه. من اصلا شما الان دکتر من 2 تا مطلب رو به صورت صریح بفرمایید. یکی این که شما می‌فرمایید که اصلا دیگه دخالت خارجی نبوده، درسته؟ این برنامه مطلقاً هیچ چیز خارجی درش نبوده، مگر اینکه در اون بخش توطئه آمیزی که بقیه علیش انجام دادن بوده باشه، یعنی نفوذی هایی بوده باشند که خواسته باشند جوری علیه معترضین رفتار کنن که تبدیل به بحران کنن، اون شاید بوده باشه. ولی این که آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی با اون سابقه، آقای محتشمی با اون وضعیت و نگاهش بخوام توی پازل آمریکا و اسرائیل بازی کنن، اینقدر خنده داره که به نظر من اصلا چیزه. 2 تا کد من بگم خدمتتون، اینو اگه میشه نظرتون رو بفرمایید. یکی بحث آقای امیر ارجمند هست که خیلی روی ایشون بحث هست، که میگن حتی بیانیه‌های اولیه آقای موسوی رو هم ایشون نوشته و ایشون امضا کرده و ایشون اصلا در واقع نیروی موساد یا سیا بوده، در واقع ارتباط با منافقین داشته یا حالا یا مجاهدین. نکته دوم، کتابی هست به نام سایه عقاب‌ها که نمیدونم حالا مطالعه کرده باشید یا نه، نشر عطایی منتشر کرده. اونجا یه فصلش مال ایرانه. اونجا یه ژنرال ارشد آمریکایی میگه که بعد از اتفاقایی که در گرجستان و اوکراین میفته، اونجا میگه که در ایران هم ما این کار رو میتونیم انجام بدیم، میخوایم انجام بدیم، اتفاقا چقدر هم خوبه رنگش سبز باشه. میخوام بدونم که در واقع این کدها شما رو حالا ببینید آقای امیر، حالا تو کتاب ممکنه که حالا مثلا بگید نه آقا یکی یه چیزی گفته، ولی آقای امیر ارجمند خب خیلی نقشش مهم بوده در دوره سال 88. در این 2 مورد بفرمایید. ببین این چیزایی که در ایران تو این مطبوعات و کتاب‌ها و این
صدا و سیما راجع به اظهارات مقامات غربی میگن همش تحریف شده است، هیچ کدوم مستند نیست. از قول خانم کلینتون تا حالا از خاطراتش نقل میکنن که ما بودیم که مثلا چه میدونم اون گروه داعش رو یا حتی چیز رو هم میگن قبل از داعش القاعده رو به وجود آورده. 100 بار گفتم آقا اون صفحه ای که این حرف رو زده کجا بوده که ما ببینیم. خب هیچکی نمیگه این صفحهش کجاست و خاطرات چاپ شده هست جلو همه میگن دیگه. یه چیز دیگری طرف میگه به یک صورت چیز دیگری در میارن. ترامپ خودش این حرف ترامپ اصلا این حرف تو من دارم از اون میگم، شما میگید ترامپ، حالا ترامپ میگه اصلا چی گفته، اصلا حرفش تو یک زمینه ایست، یه چیز دیگری رو داره میگه. یا حرفون الکلام عن مواضع دیگه درش میارن به صورت دیگری در برن برای دعواهای داخلی. خب آمریکا ممکنه 1000 تا کار بکنه تو دنیا و کار خودشون که بالاخره کسیش مسئول نی. بس در اینجاست که این آدم ها بالاخره معترض بودن. ممکنه در اعتراضشون حالا ادعاهایی هم کرده باشن که محکمه پسند نبوده، اما این که دلیل نمیشه شما یک اصل ماجرا رو بکشید که تقلب شده یا نشده. میگیم که انتخاباتی بوده که رضایت طرف مقابل رو جلب نمی‌کرد، اون معترض بوده. 2 قشون کشی خیابانی یعنی چی؟ در همه دنیا انتخابات که میشه بالاخره اون کسی که نسبت بهش معترضه، حالا چه از مردم چه از احزاب، اینها حق اعتراض مسالمت آمیز دارند، حق دارن بیان تو خیابون. خب در ما از اول همیشه بحث می‌کنیم آقا چه مکانیزمی برای اعتراض تو این کشور هست. صدها بار گفته شده جاهایی رو تعیین کنید، آدم‌هایی که معترضند برند با مسئولیت خودشون کارشون بکنن برگردن اعتراض خودشون. خب وقتی اون راه‌ها بسته است میاد تو خیابون که بیاد از کنترل کسی نیست که معلوم نیست دیگه، هر کسی به هر دلیلی مخالف موافق به هر میاد و یک کاری میکنه. خب برای همینم من گفته بودم تظاهرات خیابانی جواب نمیده و اصلا برام روشن بود. و اگر مثلا توی زندانم مواضع من دنبال کنی یک کلمه راجع به این تظاهرات و اینکه خوب است و باید بیاید یک کلمه نگفتم. تمام دوران زندان من سکوت کامل بود نسبت به فضای بیرون سیاسی. اما بحث قشون کشی به هر حال یعنی چی؟ خب بالاخره طرف معترضه، اعتراض رو به آی جنتی هم اعتماد نداره. آی جنتی به لحاظ سیاسی موازش شبیه حاج آقاست، اصلا با ما نیست که مخالفه. شما بگید نه این به قیامت اعتقاد داره، خب ممکن داشته باشه، من چه میدونم داره یا نه. من یه آدمی میخوام وقتی میخواد در اون همچین نهادی بشینه که مرزی الطرفین باشه. من قبول داشتم یا اگه 3 تاش این ور 3 تاش اون ور باشه، نه که همه رو جمع کنی از یک فکر و جناح خاص بعد بگی هر چی اینا گفتن تو موظفی، صورت قانونیش هم اینه. خب صورت قانونیش اینه ولی محتوای قانونیش چی؟ بالاخره قانون یک صورت داره یک محتوا داره. بعد خدمتتون عرض کنم ما نگفتیم به اصطلاح کل اون آرا مهندسی شده بود، بالاخره جمعیت زیادی اومدن پای صندوق‌های رای، یه اتفاقاتی بالاخره اونجا افتاده بود، یه تصوراتی هم حالا برای چیزا روشن شده بود. ولی وقتی اونجا صحبت می‌کردن حرفشون این بود که شما می‌خواستین دوم خرداد رو تکرار کنید دوباره، غلط کرده، نمیگذاریم دیگه این اتفاق بیفته تو کشور. یعنی تمام نگرانی از دوم خرداد بود که یک جناحی بیاد و بالاخره آقای میرحسین هم که بالاخره یه تیم خاص خودشو داشت، اون اومده بود و باش هم بد نبود. از موقعی که اصلاح طلبان رفتن و ستاد این چیز رو قیطری رو انداختن نگرانی ها زیاد شد به نظرم از طرف حکومت، حالا دعواهای در داخل خودشون بود. و بعد ببینید میخواد یه رفت و برگشت بریم آقای دکتر. فقط راجع به این آقای ابتهی من بگم که بالاخره ایشون حالا یه آدم با لباس میگرده، این که حالا شخصا چی کار میکنه اینا که در حوزه اصلا صلاحیت ما نیست که در امور شخصی افراد دخالت کنیم، ولی آدم رو به اون کیفیت آوردن اونجا. خب حالا من پیشنهاد میکنم باش صحبت کنید. چی شد تو با اون حالت رنگ پریده و ترسان و وحشت زده اومدی اون حرفا رو گفتی، حرفایی که حالا میگه
یکیشون درست نبوده، همه رو تحت فشار انجام داده دیگه. خب حالا ببین، من یه بخشاشو نمیخوام اینجا بگم، اگر دوست داشته باشید میگم. دوستان ما داشتیم که اعتراف کرده بودند به لحاظ سیاسی، گفتن هر کی شما میگید ما میپذیریم، باش. میگفتن نه خیر آقا، این رو برای به اصطلاح فرار از فشار ما داره این کارو میکنه. تا مسائل جنسی تو اینجا ننویسی ما باور نمیکنیم. میدونید چقدر اعتراف مسائل جنسی صورت گرفت، اونم به دروغ؟ خب این چه ربطی به اعتراض داره؟ چه ربطی به نقشه آمریکا داره؟ یعنی اگه قرار مثلا این رفتاراست که باید در واقع شما توش تجدید نظر کنید، نقد کنید، بررسی کنید، حداقل تفحصی بکنید ببین راست میگیم دروغ میگیم و اینها. نمیشه کجا بشینید با خیال راحت نه اینا همش دروغه، اینا همش حرفه. نه، اینا واقعی بوده، جدی بوده. مردمی که اینها رو دیدند و این گزارش ها رو شنیدند و بحث کهریزک و اون برخورد با اون بچه‌ها، خب این باعثش چی شد؟ یعنی شما به جای اینکه یه چیزی رو حفظ کنید، یک چیز بزرگ از دست دادید. یعنی اعتماد عمومی از اون موقع به جناح راست از بین رفت دیگه، به این جناح محافظه‌کار که آقا اینها برای حفظ قدرت هیچ اصل اخلاقی و دینی رعایت نمیکنن، هر کار لازم باشه برای حفظ قدرت میکنن، چون خداشون قدرت دیگه. اون خدای رحمان و رحیم که نیست که بخواد این کارا کنه. خب از طرفی اصلاح طلبان هم خب اشتباه کردن، یعنی ادامه اون داستان به لحاظ استرانه حرفشون حق بود ها، نه باز حرف حق یعنی در ناعادلانه بودن انتخابات، اما استراتژیشون اشتباه بود. برای همه امکاناتشون هم اونا از دست دادن. یعنی اومد دیده انتخاباتی کرده، نتیجهش چی شد؟ خودتون به دلیل شدت خشونتی که به کار گرفتید اعتبارتون تو نیروهای مذهبی از دست داده. من که از زندان بیرون بودم آدم‌های مذهبی کاملا معتقد دیگه بیزار شده بودن، گفتن کسی که این کارا رو بکنه دیگه دیندار نیست. اصلاح طلبا همشون امکاناتشون از دست دادند، هر حزبی بود، هر روزنامه بود، همه تعطیل شد رفت، خیلیشون زندان، درگیر اینجا اونجا. محصول این انتخابات هم خودتون اومدید گفته آقا این اصلا منحرفه، این اصلا تو زرد از کار در اومده و شروع کردنش محدودیت درست کردن و اذیت کردن دیگه. تو خب حلقش هم که گرفتن و خب این چه انتخاباتی بود؟ چطور نمیتونه یک سیستم این رو درست مدیریت کنه؟ خب فکر کنه بابا تو هم اعتراض داری، باشه چند روزی تو اون گوشه از خیابون برید اعتراضتون انجام بدید تا رسیدگی کنید. باشه این آدم رو قبول نداری، ما یه هیئتی میگذاریم که خودت هم یکی دو تاشو قبول داشته باش، این بیاد بررسی کنه. خب چرا همون روز اول این همه آدم دستگیر کردید؟ یعنی چیزی که همه رو عصبانی کرد روز اول همین بود، همه رو دستگیر کرده بودن. خب من خودم دبیر کل ادوار تحکیم بودم، یه تحلیل داشتم که بابا این خیابون جواب نمیده، این درست نیست به دلایل زیاد. همچنان همین اعتقادو دارم که خیابون راه کار ما نیست. خب ولی اینا خب بیانیه میدادن، میگه آقا تو رو که گرفته بودن ما اصلا خشمگین بودیم. خب برای چی گرفتن همون روز اول؟ بعد اونجا نه ارتباطی نه رابطه‌ای. من 2 تا 50 روز مطلقاً با خانواده‌ام هیچ ارتباطی نداشتم که نمیفهمیدن مردم زنده‌ام اصلا چیزو اینها. خب اینا نگران میکرد بچه‌ها رو، خشمگین میکرد. وقتی هم خشم بیاد دیگه این چیزا رو نداره. که این مدیریت اشتباه بوده، ربطی به برنامه خارجی هم نداره. کودتای 28 مرداد هم یک قضیه دیگری علیه یک آدم دیگری بوده و توسط آدم‌هایی که همگام بودن با غرب. اینجا اصلا همچین داستانای مطلقاً نبود. خیلی ممنون دکتر، متشکرم. آقا ما هستیم خدمت شما. من تو بحث در واقع دخالت دولت‌های خارجی رو که خب شما معتقدید هست، آقای زیدوانی میگن اگر هم هست خیلی قابلیت استناد نداره. منتها یه بحث دیگه ای از بحث داخلی این حوادث و ناآرامی ها هست و اون کنشی که مردم در قبال این انتخابات دارن. به ویژه خب نقطه اوجش 25 خرداد هست که حتی تو اون جلسه‌ای که مثل که پیش رهبری هم بودن آمار بالای 3 میلیون رو گفتم به ایشون که حالا آمار دقیقش منتشر نشده که چقدر جمعیت بوده اون روز. اما آیا واقعا فکر میکنید که مردم هم در واقع یعنی غیر از اون سران
این اتفاقات خود مردم چجور وارد صحنه شدن، یعنی گول خوردن یا نه واقعا به نظام اعتراض داشتن. یعنی یک جنبش اجتماعی ما مواجه بودیم باش اما نتونستیم این رو خوب مدیریت بکنیم، یا در واقع برخوردمون خوب نبوده، به قول آقای دکتر زیدآبادی مدیریتمون مدیریت کارآمدی نبوده. من اولا راجع به این مطلب خانم کلینتون اینا، شما برای اینکه مدرک حرف خانم کلینتون اینا با آقای مهدی تماس بگیرید، همه این مدارک موجوده، چون گفته ضبط شده که ما طالبان را ایجاد کرد. مهدی کی؟ نقویان. الان مسئول سیمافیه. آها، مستند سازه. آفرین. هم مدارک که هست. حالا شاید مثلا شما فرصت مثلا بررسی. بعد این که شما متهم میکنید هر چی اینا میگن از ترامپ و اینا تحریفه، باز میخوام عرض کنم یه مقداری توهمه. به هر تقدیر تجربه زندگیمون اینه نشون داده که تحریف با شکست مواجه. اگه تحریف موفق بود، جریان یهود میتونست پیغمبر رو بین ببره. اتفاقاً ما بیش از همه به دنبال این هستیم که میدان رو همونطوری که هست ببینیم، چون اگر میدان رو اونجوری که هست نبینید نمیتونید درست برنامه ریزی کنید، حتی برای بقای خودتون. من عرض کردم که دقیقاً فتنه 88 عین اولی بود که صدام زد به خط. برنامه منظمی برای مقابله نبود، بنابراین خرابکاری توش میشد. و این که حالا شما رو گرفتن اون رو گرفتن، این جلوی اینو گفت سدش کن. یعنی همه خود آتش به اختیار اومده. این که یا برنامه ای میبینید، حالا این. اما این که اعتراضات مدنی اصلا کاملا درسته، اما اعتراض مدنی در زمانی است که اون کسانی که مدعیان اعتراض مدنی هستند راهکار قانونی رو جلو اونا ببندن. سردمداران اعتراض مدنی کیا بودن؟ یعنی راه رو بر اعتراض قاعده‌مندی که منصفانه هم بود بر آقای کروبی و بر آقای میرحسین بسته بودن. یعنی به اینا گفتن مطلقا نمیذاریم نماینده هاتون بیاد باز شماری کنه صندوق رو. گفتن نمیذاریم هیچ آدم شما نظرتون راجع به آقای جنتی هر چی میخواد باشه باشه. الان انتخابات شده، صندوق ها معین، الان دیگه به آقای جنتی هیچ ربطی نداره. آمده توی هیئت داوری. هیئت داوری خود دوستان هستن. خب صندوق رو میشمردن، بعد میومد میگفت نه آقا شده چی؟ شده تخلف. تخلف کف جامعه میخواد؟ نه اینکه شما میگید موفق نی، نه آقا این تخلف شده. خب کی تخلف کرده؟ دقیقاً بریم جلو. بله، این آژانس شیشه‌ای رو که آقای حاتمیکیا درست کرد و من خدا آخر سر آخر فیلم آقا دیده بودن، فهمیده بودن من تو این فیلم کجام. بالاخره این همه جا رفت نتیجه نگرفت. خب من که بودم که. ببینید ما به اصطلاح آقا رو داریم، در این که آقا بی‌طرفه. شما تو این نظری داری؟ این انصافا بی‌طرفه. در این که این حق مدارانه، عدالت مدارانه واقعا مسائل میخواد، حرفی نیست. خب ایشون آمدن گفتن آقا این راهکاره، این راهکار رو برید. اگر این راهکار رو آقایون بستن به من بگید، راهکار بازه. آمدن بازشماری کردن، آیا آخونده اینا آمدن قبول کرد. بعد از این قضایا میان خیابون رو به هم میریزن و ادامه میدن. شما فهمید که دشمن رو نبینیم. ببینید حمایت از این جریان، چون شما میدونید رسانه چقدر خرج داره، رسانه هاشون چقدر پشت تحریک مردم ما بودن. اما این که مردم ما، ببینید مردم ما مردم بسیار صادقی رو این آیون اومدن گفتن و به شدت هم ضد ظلمه.
آقا نام تقلب شده، ظلم شده، اومدن تو میدون، رفت شده، شما رسیدید به 9 دی، همون جماعت اومدن کف خیابون. چرا؟ چون براشون معلوم شد تقلب نشد. گفت تقلب طبیعیه. اونی که اون گفت 11 میلیون اومن آورد تو میدون، گفت این نیست. بنابراین مردم ما دقیقاً ارزیابی میکنن، بر اساس اطلاعات میان جلو، وقتی که تصحیح اطلاعات میشه درست بر اساس اون اقدام میکنن. پس میتونیم اسمشو بذاریم جنبش سبز؟ بله؟ میتونیم اسمشو بذاریم جنبش سبز؟ منظور جنبش سبز چیه؟ جنبش مردمی. جنبش مردمی که بر اساس یک واقعیت موجود باشه؟ نه، نبود. بر اساس یک واقعیت نمایی برای اونها بود. چون قبول کردید که نبوده تقلب. این بر اساس تقلب بود. من همین صحبتم اینه، بقیه تقلب بوده یا نبوده. این حرکت بر اساس تقلب بود. اون موقع اصلا مسئله دستگیری و اینا هنوز اتفاق نیفتاده بود. همه اعتراض کف خیابون این بود که رأی ما را باطل ساختید. این بود. من سوالم اینه، رأی باطل شده بوده یا نه؟ بعد شما البته آقای دکتر در مورد نحوه برخورد، حالا شما چون تو زمان رو میفرمایید که آقای شورای نگهبان بررسی کرده، بعدش که نمایندگان اومدن آقای موسوی هم چه کنشی داشته، آقای دکتر زیدانی میگه بابا اصلا قبل از اینکه اصلا به اون مرحله برسه اومدن فله‌ای دستگیر کردن و نه ببینید برخورد خشن داشتن. به سوم دیگه دستگیر کردن. فردای میدونم موقعی بود که آقایون اومدن فریاد زدن تقلب و دشمن اومد پشت سرش وایساد. یعنی هنوز من گفتم هنوز شورای نگهبان چیزی نگفته، یعنی اظهار نظری نکرده. نه میگم این برخورد پس چرا انجام شده؟ میکنم یعنی دارن جفسازی میکنن برای کف جامعه. آقایون در یک پازلی دارن حرکت میکنن که دشمن میخواد. من سوالم اینه که الان ثابت شده تقلب شده یا نشده؟ اگه ثابت نشده چرا گفتن؟ چرا پاش وایسادن؟ چرا فراخوان مردم کف خیابون دادن؟ ببینید گفتم فراخوان کف خیابون کیه؟ موقعی است که شما مدار قانونی بره جلو، جواب نگیری، به مردم بگی مردم اینا به قانون تمکین نمی‌کنن، بیاین. هنوز شورای نگهبان نظری نداده. حالا اون آقا اومده گفته تبلیغاتی، شما بیا بگو من رأی آوردم. اما کنارشون گفت تقلب شده. گفت مردم حقتون رو خوردن. تحریک احساسات میریزید تو خیابون. آقای تاج‌زاده مصاحبه‌ای داره میگه که در واقع تو همین بحث سال 88 میگن که برآوردها شاید یه دلیلش این بوده که گفتن مثلا تقلب شده و اینها، همیشه تو انتخابات این بوده، طبق در واقع نقل قولی که از آقای تاج‌زاده الان دارن میکنن، میگه که هر جا در واقع تهران رأی می آورد، هر کس توی تهران رأی می آورد تو کشور هم رأی می آورد. 88 اولین انتخاب باتیه که کسی که تو تهران رأی نیاورده تو کشور رأی میاره و ما شاید این باعث شد که ما یه مقدار حس کنیم که تقلب شد. یعنی این واقعا حق میده به این که ما بیایم کف خیابون مردم بیاریم کف خیابون؟ نه، ولی مثلا میگم که یه برآوردی بوده. نه ببینید داستان اینه که من یه موقع برآورد دارم، برای اینکه برآورد من درست بشه یا نه یه راه داره. اون چیه؟ که آقا صندوقا رو بکش پشت. حتی تو خود تهران این نشد که بیاد بگه آقا توی این تعداد صندوق اینقدر تقلب شده، شمردن مال تهران رو. اون تقلبی که ادعا می‌کردن مثلا نبود. صحبت سر اینه که چرا قبل از اینکه این راهکار بره جلو سفت و سخت، و بعد می‌بینید بین صحبت آقای تاج‌زاده و بین صحبت آقای میرحسین تفاوت در میاد. ایشون میاد میگه که نه تقلب در حد نبود، تقلب بوده. میرحسین میگه الا همین الان همین در حد، میگه الا و لله اینا همه اشتباه میکنن، تقلب. پس بنابراین این قضیه ساده اعتراض مدنی نیست. اعتراض مدنی نمیشه ایجاد کرد، میشه ایجاد کرد. یعنی شما اطلاعات دروغ وقتی بدی و مردم اول شما رو باور داشته باشن، طبیعتا عمل میکن. درست. نقدتون به مدیریت جمهوری اسلامی هم بفرمایید.
ببینید تو اون دوره. من اون دوره گفتم من هیچ وقت حرفم تأیید آقای احمدی‌نژاد نبود. یعنی اون دورم با آقای احمدی‌نژاد رأی ندادید؟ بله. رأی ندادید با آقای احمدی‌نژاد؟ اگرم رأی دادم در برابر آقای میرحسین موسوی. ما نقد داشتیم بهشون. اما یه تحلیلی که وجود داره که الان آقای دکتر زیدآبادی هم تلویحاً اشاره کردن، برخی معتقدن که اتفاقا آقای موسوی با بصیرت‌ترین فرد جمهوری اسلامیه، چون خیلی زودتر از همه فهمید آقای احمدی‌نژاد چقدر مثلا حالا اینجوری است و اینها. این تحلیلتون چجور هست؟ ما عرض کنم خدمت شما که اگر بخوایم جمهوری رو تحلیل بکنیم اون یه داستانی سر خودش داره. اون بستگی داره ما چقدر کار فرهنگی، چقدر کار سیاسی و انتخابات تو دنیا اینجوریه. فردی که بتونه رأی مردم به خودش بیاره رأی میاره. ایشون فرمودن که خوب هست که نظام یک مهندسی داشته باشه، در حالی که قبلش فرمودن که عرضم شما کنم که مهندسی کردن اونجوری باشه بده. من میخوام عرض کنم ما اگر بخوایم انتخابات رو مهندسی کنیم میشه حکومت. ما حکومت در زمان غیبت نداریم. ما در زمان غیبت امام زمان جمهوری داریم. امام هم کتاب حکومت اسلامی نوشت ولی فرمود جمهوری اسلام. اون آراء مردم. و در این که اینجا آراء مردم دخالت داره کسی تردید نمی‌کنه. من قبول دارم ممکنه مردم پای صندوق بیان، اما اینایی که میان پای صندوق رأی اینها خونده میشه. بله شما میتونی بری کف جامعه قبل از انتخابات مردم رو جذب کنی، این طبیعی انتخابات. زمینی توضیح کنین. به هر تقدیر این کارو میکنه. اما انتخابات وقتی مردم اومدن رأی تو صندوق ریختن اونجا به بعد دیگه واقعا رأی مردم. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر ما هستیم خدمت شما. ببینید ایشون کلا خیلی نسبت به حقوق مردم حق اعتراض به قانون قائل نیستن دیگه و فکر میکنن که اگر حالا به هر دلیلی اعتراضی شد دیگه حالا از همون تیپایی که اینا اهل بغیند و خونشون هم مباهه. باشه این از کجای ثابت من در آوردی؟ خب یعنی استنتاجش همینه. از کجای حرف من؟ کجای حرف من؟ این که شما حق اعتراض به قانون ندارید. تمام این برخوردهایی رو که شده دارید توجیه میکنید و نادیده میگیرید. من عرض کردم آقایون نه میخوام بعدش ببینید من عرض کردم من عرض کردم که آقایون قبل از اینکه راهکارهای قانونی رو برن اومدن کف خیابون. خب باشه، اولا آقایون نیومدند، خود مردم اومدند. اونا کی گفتن اصلا کسی بیاد؟ من حتی نبودم ولی شنیدم که اینا هیچ وقت فراخوانی برای حضور ندادن، یعنی مردم معترض بودن، ناراحت بودن، اومدن. 25م که بگن فراخوان دادن. نه فراخوان نداده بودن حتی تو اونجا. حالا من میدونم به فرضم داده باشن دیگه راهپیمایی سکوت که دیگه چیزه. دو روز منظورتون باشه، 23م 24م منظورتون باشه. من تو جزئیاتش اصلا میگم هیچ اطلاعی ندارم. بعدنم نتونستم دقیق در بیارم که به اصطلاح این تظاهرات به چه صورت بوده، اما واقعیتش اینه. ببینید شون میگه اینها باید راهکار قانونی رو میرفتند در حالی که اینها به خود اون قانون اعتراض داشتند، یعنی به ترکیبی به اسم شورای نگهبان، به وزارت کشور، به اینکه این آرا چجوری تجمیع شده. اصلا بعضشون صندوق نبوده که صندوقا ممکن بود خیلی هاشون درست باشه یا نباشه، اما حرفشون این بود که با کلن یک اتفاقی افتاد که میل حکومت به عنوان نیروی بی‌طرف به احمدی‌نژاد آشکار بود. از برنامه‌های تلویزیونی بوده که مثلا یه جوری آرایش کن که ایشون بره مثلا در مناظره‌ای که با آقای مهندس موسوی داشت، خب آقای احمدی‌نژاد یک جوری مسلط نشونده بودن که انگار این توافق داره آقای موسوی رو یک جای دیگری اگه مبودن اصلا شاید مناظره نمی‌کردن. یعنی حرف این بود که آقا شما دیگه از یک تاریخی بعد از اینکه اصلاح طلبان اومدن پشت آقای موسوی نمیخواین اون رئیس جمهور بشه. تمام برنامه‌های تبلیغی و اظهار نظرهای مقام‌هایی که باید بی‌طرف باشن به این سمت بود. پس این چه تقلب شده باشه چه نداشته باشه یک روند ناعادلانه بوده. به ناعادلانگیش که اعتراض دارند حالا بحث تقلب و پیش کشیدند و اینها چیزای ثانویه. میشد آقای موسوی رو بیاری تو تلویزیون یا آقا جان میفرمایید که تقلب شده، نظرتون چیه؟ بگید. یه آدمی هم باش صحبت میکرد، بحث میکرد.
شما میگید باید ابطال بشه، بر چه اساسی میگید؟ خب همه اینا رو که منزوی کردن، اطرافیانشون هم که دستگیر کردن، یک جو اختناق وحشت انگیزی درست کردن، تو خیابون هم که خب برخورد کردن، هم معلوم بود به اینجا میکشه. بعد حالا کاری رو که خودشون کردن، به قول امیرالمومنین خونی رو ریختن، طلبشم از دیگران میکنند، اومدن میگن که حالا بله این وسط های آدم هایم له میشن دیگه، اصلش این بود که جمع شد. خب این که معلومه شما وقتی بخواید جمع کنید با اون شیوه ها که کاری نداره، حکومتی که ارتش داره، چه میدونم سپاه داره، 1000 نیرو انتظامی و چه میدونم نیرو امنیتی داره که میکنه این کارو. بس برسن این که تو چجوری این رو جمع کردید با هزینه های فوق العاده به مردم، با اجازه ندادن به یک به اصطلاح اعتراض رسمی و قانونی. خب اگر همون 2 روز بعدش تمام این کسانی که دستگیر شدن آزاد می شدن، اینها یعنی تمام اون آدم هایی که ممکن بود تحلیلی بتونن بکنن، فکری کنن، استراتژی بریزن، همه رو دستگیر کرده بود. اصلا معلوم نبود دست کیه، والله یعنی هیچ کس نبود که اصلا بگه چه کار بکنه. آره اونجا بود. خب معلوم بود که مسائل غریزی هم پیش بره، خشم میاد، ناراحتی میاد، کینه میاد و این هم وسط. اصل ماجرا این در واقع بوده که یه اعتراضی قرار بوده رخ بده، یعنی مردم معترض اومدن، اون آقایون هم بعد از اینا حمایت میکردن چون به دفاع از اینها اومدن. جای اعتراض مدنی نبوده. خب همیشه خب میاد تو خیابون. بعدم که سکوت بوده اون سال اون انتهاش ظاهرا یه برخوردی پیش اومده به این چیزا. خب حالا همه اینها منجر به این همه خسارت شده. آقایون میگه نمیگید ما تخلف کردیم، آقای موسوی خب یا آقای کروبی 10 بار گفته آقا این هست دیگه، چه داستانیه؟ بالاخره هر آدمی که اتهامی داره براش دادگاهی و به اصطلاح برگزار میکنه. این دادگاه علنیه. اگر فکر میکنید شما راست میگید در نزد افکارون، بیان اینجا ما رو محاکمه کنیم. ما نمیگید تهش اعدامه دیگه، خب اعداممون کنید. اصلا این چه داستانی را انداختید؟ 15 سال یه پیرمرد مثل آقای کروبی که الان 87 سالشه، خونشو چند بار محاصره کردن، رکیکترین فحش‌ها رو به زن و بچهش دادن، خونشو آتش زدن، سنگ زدن قبل از اینکه به حبس بره. اصلا وحشتناک بود. آدم چطور میشنوه که یک کسی مثل خانم کروبی که اینقدر زن در واقع متین و آرومیه و تنها خانمی بوده که آقای خمینی گفته تو مدیر خیلی شایسته هستی توی کشور، بعدن هم یعنی تو بنیاد شهید کارایی که کرده، این رو بریم مثلا حرف جنسی و فحش بد و بیرا بهش بدی، سنگ بندازی در خونشون، نگذاری بیاد، از این محل دوباره میرن اون محل همین بلا رو سرشون میارن. بعد توی هست چه مصیبت‌های بیچاره متحمل شدن. یعنی اون خونه رو آنچنان مسدود کرده بودن، تمام سوراخ‌هاشو، که همه چی اونجا کپک زده بوده و تمام این به اصطلاح گیاهانی که اونجا بوده همشون خشک شده بودن. خب این رو چه حسابی؟ با کدوم قانون؟ آخر رو چیه؟ نمیشه که شما زور دارید و اینا بگید ما هر کاری میکنیم، که این که نشد. یک کشوریه مال همه است، مال 84 میلیونه، شما به سهم خودتون. من یادمه تو زندان بودن، شما رفته بودید تو همین مهدی سخنرانی میکردید، واقعا اون سخنرانی مثلا در شأن یک روحانی بود به نظر خودتون، با اون لعن با های خاتمی اونجوری به اون دیگری اینجوری حمله کردن. این اساسا مشکل از یک نگاه برمیخیزه، یک نگاهی که فکر میکنه تمام جهان توطئه‌آمیزه و ما هم صاحب قدرتیم و قدرت هم باید مال ما باشه و هر کی که نگاه چپی بندازه ما حق داریم باش برخورد کنیم دیگه. یه نگاه میگه بابا این آدمیزاد صاحب حقه، این حق اعتراض داره، این حق اشتباه داره، این حق در واقع محاکمه عادلانه داره، این حق به سر رسیدگی قانونی داره. اینها همه رو اومدید زیر پا گذاشتید، همه رو و برای اینکه توجیهش هم کنن میگن نه آمریکا پشت این بوده، آمریکا پشت میر حسین برای چی باید باشه؟ یعنی چه سودی میبرد آمریکا اگر آقای میر حسین میشد رئیس جمهور این کشور؟ این رو آخر باید بفهمید. آقای دکتر، آیا قبول دارید که یک عملیات روانی در ستادهای آقای موسوی کروبی احتمالاً اینجوری که برمیاد
به وجود نیومده، برای اینکه خب بالاخره نتیجه رو ما واگذار کردیم. این فیلمی که از آقای تاج‌زاده داخل زندان در اومده، نمیدونم دیدید یا نه، اونجا خودش صریح میگه که آقا ما نتیجه رو باختیم، چرا بحث تقلب رو مطرح؟ بله. آیا این یک عملیات روانی نبود برای به همون بحث فشار از پایین شانه زنی از بالا که بتونن قدرت رو به دست بیارن؟ ما که بیرون نبودیم تو اون 6 سال، اصلا نفهمیدیم که چی بود، اما آقای مهندس موسوی که بیرونه، آقای کروبی که بود، اینها رو چه تلویزیون چه دادگاه هر چیز دیگری مدعی انده که خب اینها رو میوردن مینشستن اونجا، همین حرفا رو حاج آقا اونجا بره بزنه. آقا میگی تقلب شده، چرا میگی؟ استنادت چیه؟ خب بعد برای اینجا جوابی داره یا نداره؟ بعد میگید بله مثلا تو چیز وارد شدن، خب اگر نتونست از خودش دفاع کن، اون موقع محاکمه‌ای بگید آقا نشر اکاذیب بوده، محاکمه عادلانه باشه، هیئت منصفه باشه، علنی باشه، نه اینکه از توی سلول انفرادی برات بیارن بشونن تو اونجا بگن اگه جز اینم حرف بزنی پوستت کنده است. آخه یه حدی داره بابا جون، دیگه مسخره بازی هم تا اندازه میشه تحمل کرد. ما حالا با قول آدم‌های خیلی نجیبی بودیم که کینه به دل نگرفتیم، وگرنه هر کسی که پاش به اونجا رسید دیگه اومد گفت آقا این اصلاح پذیر محاله بشه کسی که اینجوری عمل کنه، اینجوری برخورد کنن باشه فلان. خب هم رفتن و کینه به دل گرفتن، تو همین دستگاه هم اونجا مشغول کار شدن. طبیعیه کسی که اینقدر آسیب دیده اذیت شده میره اونجا و دیگه میگه نمیشه. به ما هم بد و بیران میگن آقا تو دیگه دیوانه هم هستی علاوه بر همه این مشکلات که هنوز فکر میکنی که باید از راههای مسالمت آمیز قانونی برای اصلاح پیش برد. خب چون دیدن، یعنی یک انتقاد شما ببینید، خب اسم علی و پیامبر میبرید دیگه. خب این علی که سیرش روشنه، تو نهج البلاغه هم که حرف زده، این نسبت به حقوق افراد حساس بود یا نسبت به موقعیت حقوقی خودش؟ همون موقع هم که به اصطلاح خلیفه نبود، هر جا حقوقی رو خلفا با اینکه مشش با خلفا مسالمت آمیز بود، یعنی هم مشورت میداد هم رعایت میکرد، هم با شورش مخالف بود، حتی با شورش علیه عثمان مخالف بود. ولی وقتی خانواده فیروزان رو کشتن چرا اینقدر خشمگین شد؟ فیروزان ترور کرده خلیفه دوم رو، خب خانواده شو برای چی پسر عمر رفت مثلا از بین برد؟ خب تا آخرش گفت من دستم برسه به دستم برسه قصاصش میکنم سر اون قضیه. و در تمام اون دوره خودش نسبت به حقوق مردم، این بی‌تفاوتی شما نسبت به این حقوقی که ضایع شد اونجا، بچه‌هایی که توی کهریزک جان دادند، یعنی شما باید بفهمید وقتی آدم اونجا میمیره قبلش چه آسیب هایی دیده. میگن خب تعطیلش کردیم، مثلا چرا دائرش کردید، بعد اونجا رو تعطیل کردید، چرا یک بار به ما سرنزین خانمون سر و صدا و چیز از خودش در آورد، یکی بیاد بگه اونجا چه خبره مثلا اونجا یعنی چی؟ من این که گفتم اصلا نگفتم تقلبه، نه گفتم خیابون بیاین، نه گفتم حتی خیابون نیاین، خب گرفتن برای چی دارن این بلا رو سرم میارن؟ خب این کجاش موجهه؟ بعد همه اینا میگن آره اصلش چون یک توطئه آمریکایی بوده، حالا اصلش هم یه تعدادی ضایع شدند و آسیب دیدند و فلان، مهم نیست. خب شما به این روحانی چرا به این توجه نمی کنید؟ چرا این همه داد و فریاد این زنایی که بچه هاشون آسیب دید کشته شدند، بچه هاشون یک بار نرفتین به دل اینا برسید؟ با خدای کروبی و موسوی نرفتید یک بار که آقا خب باشه صحبت میکنیم فلان؟ هنوز هم بعد از 15 سال که خدای احمدی نژاد میگن منحرف بوده، ما باش مخالف بودیم اساسا، بعد 3 تا رئیس جمهور بعد از اون اومده رفته، اینا هنوز اونجا تحت در واقع. آخه یعنی چی؟ یعنی که نمیخواید مشکلات حل بشه، نمیخواید که هیچ چیزی عادلانه پیش بره، نمیخواید انصاف رعایت بشه برای حفظ نیروهای خودتون که بعضی‌هاش آدم‌های تندروی هستن. خب حاضرید حقوق دیگران رو مستهلک کنید. داستان اساسا اینه. حالا اینکه چرا آقای موسوی گفته که تقلب شده اصرار کرده، خب بیاریم بپرسید ازش چرا میگه. از توی حذف که نمیشه، از اینجا از موقع اینا رفتن حذف تا حالا صدها صحبت و تهمت و اتهام علیشون وارد شده. از تلویزیون گفتید، خودتون گفتید، اینجا میگید اونجا اینا اصلا امکان یک دفاعی از خودشون ندارن.
آقا رو چه حسابی میگه این حرفا رو چه حسابی از کجا در آورده؟ این که میگن چه میدونم کمیته صیانت از آرا یک چه میدونم طرح آمریکایی بوده که آقای محتشمی پور با اون سابقهش که بنیانگذار حزب الله لبنانه اون رو متهم میکنن توی طرح آمریکایی فعال بوده، توی طرح صهیونیست. خب کیهان 100 بار این رو گفته دیگه، یک کلمه هم جواب نمیده. اینها محل ایراده. حاج آقا خیلی ممنون، خیلی متشکرم. حاج آقا ما هستیم خدمت شما. من یه بحث آقای احمدی نژاد هم اگه میشه. من نکته‌ای که هرچی میریم جلو معلوم میشه که از آقای الهادی اصلا اطلاعات نداره، یعنی باز برمیگرده روی همون داستان سر آقای میرحسین موسوی و ادعای تقلب و ایجاد ذهنیت و تقلب در بین مردم و این قشون کشیه. شما میگید من اطلاع ندارم. اینا هم فراخوان علنی داشتن، هم کار سازمانی یافته بدون اعلام برای اینکه جمعیت بیارن کف خیابون. از هم اول اگه آقای میرحسین موسوی دانسته میداند تقلب نشده و پای کار وایسه. ولی اگر شما بازی خورده اون جریان هستید، اون دیگه داستان دیگه ایه. داستان عمق داشت. بارها تاکید کردید به اینکه آقای میرحسین محاکمه نشد. آقای میرحسین توسط شورای عالی امنیت ملی به حصرخانگی رفت. اعضای شورای امنیت ملی کیا هستن؟ دادستان، رئیس قوه قضاییه، رئیس اطلاعات، رئیس سپاه و وزرا. این شما دادگاهی با هیئت منصفه و امثال این کجا میخوای تشکیل بدی؟ بعد اون دادگاهی که میخوای بذاری قاضی القضاتش رئیس قوه قضاییه است. اتهامات اونجا بررسی شده، در اونجا گفته هست. حالا بگید امنیت ملی احمدی نژاد، خب امنیت ملی آقای روحانی چرا آزادش نکرد؟ دقیقا اونجا مطرح شده، میبینن همین حصر. آقای رئیسی که دیگه در عدالت قضاییش شبهه‌ای نیست، باز اینجا مطرح میشه، میگن جرم همین. و بدانید آقای پزشکیان هم همین رویه رو، چون مسئله بررسی شده، اینکه متهم میکنید که طرف رو بدونه. و این چرا با بقیه اینجوری بله عالی امنیت ملی تشکیل با کی؟ با بقیه دیگه افراد. نه ببینید مردم رو 15 سال بره حذف کنه، همچی اختیار کجا آورده؟ شورای امنیت ملی اصلا در دنیا خودش دادگاهه. نه کی میگه دادگاه؟ رئیس قوه قضاییه اونجا، رئیس دادستان اونجا. وقتی که مدارک عزیز من متهمی باشه دفاع رو بگیره، وکیل داشته باشه، من میشم تمام این حرفایی که شما میگید با آقای میرحسین گفتگو شده. گفتگو چیه؟ یعنی در حقیقت دادگاه صالحه بر اساس روال مشخص طرف رو شما بگم دادگاه صالحه وقتی میاد طرف وقتی عقاریر کرده تو دادگاه صاف میگه من نگفتم. قاضی میگه اقرارته، میگه اونو به زور گرفتن، میگه باش به کارت به زور نگرفت. آقای میگه به زور گرفتن، اون که نمیتونه میگه به زور نگرفتن. نه دیگه میگه من اطلاع دارم، میگه من اطلاع دارم دیگه. اطلاع علم لدنی داره، یعنی در حقیقت میدونه. عزیز من ببین الان مجرم رو میگیری، مجرم 100% انجام داده، چاقوکیش کرده، اهالی هم گفتن، میاد میگه من اقرار نکردم. خب یعنی در حقیقت قاضی محرزه. ببینید اقرار آدم میکنه یا با زور اقرار میکنه یا اثر اراده. اثر اراده چرا باید پسش بگیره؟ خب چرا؟ به خاطر اینکه بخواد از مجازات رها شه. خب چرا اقرار کرده؟ در حقیقت اونجا درگیر این که شواهد افتاده. میدونی شواهد هست؟ اون شواهد اینجا هم هست تو دادگاه میتونی شاهد بیاری؟ نه ببینید اقرار یا تحت زوره. من متوجه بحث شما شدم. یاتون غلطه. یعنی ما الان عقاریری داریم اصلا تحت زور و اینا نیست، ولی بهش یاد داده، میگه تو دادگاه بگی میتونی مسئله دار بکنی مردم. مشاور وکیلی شما میگه. من یه بحثی داره آقا. یه لحظه من بگم اینو.
شورای عالی امنیت ملی به نظر مثل امنیتی پرونده رو بررسی میکنه، نه قضایی. نه آقای زیدآبادی نظرش اینه، میگه شما این بررسی امنیتیه، نه قضایی. اجازه بدید، در حقیقت اونجا قضایی امنیتیه. یعنی اولا از نظر قضایی جرم باید ثابت بشه. چرا در مورد بقیه اینجا تشکیل به خاطر اینکه قضیه اونها دیگه این امنیتی ها نداره. یعنی چی؟ یعنی شما این آقا نخست وزیر اینجا اگر این رو بیاری بری محاکمه بکنی و فلان و بیسار، این پیامدهای بین المللی رو داره و این به نظر مردم ما تمام میشه. شما در یکی از گفتگوهاتون اینجوری که حالا خاطرم هست گفتید که اینا اگه دادگاه برن اعدام میشن. حتما. و این به ضرر نظام. یعنی عرض میکنم، یعنی اگر شما آمدی این خونهایی که ریخته شده پای ایناست، مسببن، سببشه. این که یعنی با این حساب شما پس عامل مثلا قتل عمار هم علی بوده دیگه با این حساب. آخه این چه حرفیه؟ یه کسی دیگه کشته تو شما میگید پای این هاست؟ عزیز من، معاویه در نبرد صفین متهم خونها هست یا نیست؟ خب معاویه هست. میگم شما عمار رو میخواید. عزیز من اگر بخوای علی ابن ابی طالب رو چیز کنی، اون اومده جنگیده، شما اسلحه داشتید، اون که اسلحه نداشت. حالا این بحث تاریخی نمیخوایم بکنیم، ولی اصلا نوع استدلالتون مثل استدلال واقعا معاویه ایناست. میگفتن که آقا حدیث داشتیم از پیغمبر که عمار رو یک گروه فاجری میکشه، میگفتن خب عاملش اون بود. یعنی حتما باید این تشریح شما رو بپذیرن. نمیگم بپذیرید، ولی میگم شبیه اینه. دوباره میخواید مغلطه کنید که آقای حاج قاسم سلیمانی رو زدن. آقا فرمود آمرین و عاملین باید مجازات بشن. آمرین. خب این که به خودتون برمیگرده. آمرین مگر آقای گفته کسی رو بکشن یا عامل کشتن کسی بود؟ که آقای موسوی چون فرخان گفته بیاد تو خیابون، خب اینجوری که خب همه خب این که در واقع مسبب تمام خونهایی که در فلسطین هم الان داره میریزه خود حماسه که اشکال نداره. اون میگه بیان شما اشکال نداره. ما مورد مسلحانه پاش وای میسیم میگیم حقه. چجوری پاش وای میسیم؟ میگیم وای میسیم، میگیم ما باید شهید بدیم. یعنی امیرالمومنین لشکر رو که راه انداخته آورده، میگه باید شهید بدیم. اون که بعد شهید بدیم از خودتون میخواد شهید بدید. بس ببین چیز دیگریه. مردم برای چی اومدن تو خیابون؟ مردم ببینید هم نسبت به 4 سال ریاست جمهور آقای احمدی نژاد اعتراض داشتن، چون دوران واقعا دورانی بود که خب این دورای انحصار طلبی سیاسی. یعنی اصلا این بیانیه ها اینو هیچ تحریک نکرد. بیان به اولین واکنش ها کامل خودجوش بود واقعا. یعنی آدم های تو خیابون ریخته بودن. من از امام جماعت چیز شنیدم، البته زندان اوین بند 350 که همینجور داشت صحبت میکرد، گفت من موندم بیرون در پونک دیدم همینجور این لشکر هجوم آورد اینا. اگه اینا اینقدر توانایی مدیریت داشتن که خیلی وضعشون بهتر از این بود. خب یه تعدادی ناراضی بودن، هر وقت موقعیت رو پیدا کنن میان. من آقای میرحسین مطلبی رو نه آقای میرحسین اگر اشتباه نکنم خواهرزاده‌شون در جنگ نیروی ما، همون که شهید شد توی 88. نه در جنگ خواهرزاده‌اش نیروی ما بود. بنابراین ما چون ایشون نخست وزیر بود یه ارتباط مایی داشت. وقتی که این قضایا اتفاق افتاد گفتیم آقا ما شما اطلاعاتی که میگیری ما میام به شما اطلاعات بدیم. خیلی خوبه. ما ساعت مثلا 2 با ایشون قرار گذاشتیم. صحبت تماس گرفتیم بیام، گفت نه بابا تو خیابون بین جمعیت داره میره. آقای میرحسین باهاش صحبت شد. این که شما بده میرفتن صحبت میکردن. ما نفر چندمی بود که گفتیم ما رفاقتی بریم. ایشون زجر قاطع میگفت الا لله، یا ابطال یا من. یعنی یا انتخابات رو باطل میکنید یا اعلام میکنید من رئیس جمهورم. در غیر این صورت این جمعیت به صراحت اینو میگفت. خب حالا اینو اگه میومد تو تلویزیون فرض کن، حالا این که حرف شماست،
همین رو میورده تو تلویزیون میگفت. بعد خب اون مخاطب که هوشیاره، آگاهه، میگه خب این کجاش بالاخره یک منطقی گفت ایشون مصاحبه حضرت آقای زیدآبادی. مصاحبه ببین از موقعی که دیگه شما فضا رو بستید، اینها رو محدود کردید، آدم‌ها رو گرفتید، دیگه اینها کجا تونستن صحبت کنن؟ نه اگرم گذاشتن اطلاعات ندارید. میگم در تلویزیون باید میومد. ببینید مصاحبه زرقاوی خاطره داره در این خصوص. حضرت آقا نه مصاحبه مطبوعاتی. آقای هاشمی شاهرودی هم خاطرم از در این خصوص موضوع دارن که من خودم با آقای موسوی صحبت کردم و گفتم آقای موسوی بیاد شما چیز بگو. آقای موسوی گفت آقا شرط من اینه که بیام تو تلویزیون صحبت کنم. آقای هاشمی شاهرودی میگه آقا من زنگ زدم حتی با آقای جلیلی، گفتم آقای جلیلی ایشون شرطش اینه سوداسیمو در اختیارش قرار بدید بیاد صحبتش بکن. میگه رفت دیگه نیومد. حالا خودش بعد هستش که بیاد اینها رو که ادعا بعد اثبات بشه. نه ببینید این مصاحبه که من میگم این مصاحبه پشت آدمو خب حرف زیاد زده. نه این من میگم که این آدم حی و زنده است دیگه، تحتش بیاد روایت شما ببینیم داستان چی بوده. همه روایتشون گفتن، خودشون هم بگه. وقتی که شما میرید اونجا محصور میکنید ارتباط رو کردیم، بعد 15 سال ادامه میدید. ببین شورای امنیت ملی به عنوان که امر اضطراری و موقت در صورت به خطر افتادن امنیت ملی که در واقع محدودیتی برای یک آدمی در کوتاه مدت میتونه ایجاد کنه. نمیتونه حکم قضایی صادر کنه بگه این این نظر شماست. اطلاع ثانوی به ما فرستاده بودن به عضو میخوام به چیز انفرادی، بعد این تا اطلاع ثانوی مثلا ممنوع الخروجیم تا اطلاع ثانوی. میگن اطلاع ثانوی چیه؟ بالاخره قانون گفته که این چیزه. آره حالا ایشون 15 سال به علیه قرار تا آخر عمرشون اونجا باشن. ببینید شما اون نقطه مبدأ رو زود ازش عبور میکنی میرسی به نتایج. صحبت من اینه که آقای میرحسین موسوی در مصاحبه رسمی نه با من و ایشون و شما، خبرنگار از این سوال میکنه، میگه آقای میرحسین این پخش شده به خودشون، اگر احیانا بررسی کنن و بعد ببینن که باید باطل کنن، انتخابات دوباره برگزار بشه تحت نظر افراد، درست مجددا رأی نیاری، چی میگی؟ گفت دوباره میگم تقلب شد. حالا من که نبودم و همچین چیزی رو سراغ ندارم و فکر نمی‌کنم ایشون هم اینجوری بخواد حرف بزنه که آقا یا من رئیس جمهور میشم یا هیچی به هیچی، که معنی دار نیست بالاخره. خب اگه همین رو تو تلویزیون میگفت آره ببین خیلی یه 2 دقیقه دیگه آقا صحبت کنم بعد بریم کنیم. باشه آقا من یه سوالی یه جنبندی بکنیم حداقل اگر موافق باشه. حالا البته الان آقای دکتر یه مقدار کمتر یعنی فکر کنم در واقع 10 دقیقه کمتر صحبت کردن. من یه سوال فقط بپرسم، این که با توجه به کهنسالی در واقع این 3 نفر و بحث بازتاب هایی که داره توی فضای بین الملل، آیا موافق هستید الان رفع هست بشن؟ اگر شخص نظر بنده رو بخواد، تحلیلتون شخصی بنده رو بخواد، بنده از اول میگفتم آزاد بذاریش، اما من که شما امنیت ملی نیستم. آزاد بذارن یا اعدامشون کنن؟ نه آزادشون بذارن و ولشون کنن. این جمهوری اسلامی از این حرفا پهناورتره. خیلی ممنونم حاجی. آقای دکتر ما هستیم خدمت شما، یه جنبندی بفرمایید. این جنبندی در واقع به همین صورته که انتخاباتی شد، عادلانه نبود، معترضانی داشت، ممکنه معترضان از روی خشم و غضب حرفی هم زده باشن، ادعایی کرده باشن. سیستم نگفتیم انتخابات رو مهندسی کنه، گفتم بحران رو باید مدیریت میکرد. یک آدم‌های عاقل مسلط به اوضاع مأمور میشدن، نه کار بیفته دست وزارت کشور آقای احمدی نژاد و بعضی اعضای شورای نگهبان که خودشون اساساً بخشی از مسئله حساب میشدن در این ماجرا، و اینها به یک راه حل مرزی‌الطرفین دست پیدا میکردن. اگر هیئتی مرزی‌الطرفین شکل میگرفت و اون به نتیجه میرسید، آقای موسوی به فرض هم میخواست قبول نکنه، خب اون هیئت دیگه بالاخره کلامش نافذ بود و نمیشد در واقع. بنابراین عملاً آنچه که اتفاق افتاده، اعتراض نگذاشتن صورت بگیره، اعتراض مدنی را راهش بستند
بگیر و ببند از همون ابتدا رو انداختن، اذیت و آزار رو به نهایت رسوندن، وضع جامعه رو به شدیدترین حال امنیتی کردن، امکان هیچ گونه، یعنی همه چیز رو منحل کردن دیگه. بعد از اون روزه هر تشکلی بود، حتی ما بعد از اینکه آزادم شده بودیم بعد از 6 سال 2 نفر دور هم نمیشد جمع بشه، یعنی تا دوره دوم آقای روحانی نه تا 98 اصلا وضع همینجوری بود که 2 نفر دور هم نمیشه. یک کسانی از این نفع برده بودن، این روالی که نظام میگه که نفع بردن، یه لحظه من فقط اینو باشه، کسانی نفع بردن اومدن مسئله رو به بیرون ربط دادن، همه اون چه که میگفتن به بیرون خب دیگه نشریات منتشر کردن، همین کیهان دیگه، همین اعترافات زندانیا بود دیگه که همش هم تحت. خب این اعترافات کدوماشی بود؟ آقای حجاریان رو با اون وضعیت جسمی آوردن، نهایتاً که آره تقصیر اون جامعه شناس آلمانی بوده که من تحت تاثیرش بودم. نه اون که کلاسیکه، یه دفعه اسمش از ذهنم رفت، راجع مشروعیت صحبت کرد، انواع مشروعیت. وبر گفت تقصیر وبر بوده. والله کل داستانی که اتفاق افتاد این بود که تقصیر وبر شد همه ماجرا. میگه نه خب کدوم ارتباطات بوده، خب چه نیروی امنیتی بودن نتونستن کشف کنن که چی لازم مثلا قصه بسازه. رابطه امنیتی یعنی میان میذاره آقا این با این بعد پای هابرماس و پای ماکس وبر وقتی وسط کشیده میشه، یعنی خب پوچ بود، ما که خودمون بودیم دیگه. من یه چیزی خب بگم نه آخه من سوال بکنم، شما در رفع صحبت میکنید دیگه. برخی ها معتقدن در احتمالاً در لایه‌های بالای جمهوری اسلامی معتقدن که آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خانم رهنورد بیان بگن تقلب نشده، بیان اینو اعلام بکنن رسمی، بعد ما رفع کنیم. چرا این کارو نمیکنن؟ ببینید شما بنده های خدا رو سر هم یک کلمه گرفتید، 18 سال اونجا تحت فشار گذاشتید. آقای کروبی رو بیچارهش کردید. رهبری خیلی موضع داره در این خصوص. مثلا میگه آقا سال 88 نظام تا لبه پرتگاه رفته، ما خسارت محض خودش برده لبه پرتگاه، هیچ خطری از جانب آدم هایی که تو خیابون بودن متوجه نظام نبود، خودش اومد داستان رو به هم زد. چه اتفاقی افتاده بود؟ یک روزه تعدادی اومدن تظاهرات کردن، از فرداش گفتن آقا پیداتون بشه بیچارتون میکنیم. خب میگفت آقا فردا برید هر کی میخواد تظاهرات کنه بره توی ورزشگاه آزادی اعتراض کنه. چه اتفاقی افتاد؟ خودش معضل درست کرده، خودش نگران شده. همین امنیتی هایی که احتمالاً سودی میجستن از امنیتی کردن فضا، احتمالاً گزارش غلط دادن که پای آمریکا و اسرائیل و انگلیس و تمام دنیا و چه میدونم تمام MI6 و سیا و میت و موساد در کاره. خب یه نگرانی ایجاد شده، بعد فکر کردن ای بابا این داستان با یک مقداری سعی صدر، با یک مقدار مدیریت درست، توانایی به کاری قابل مدیریت و جمع شدن بود. نه حکومت مجبور بود اینقدر اعمال خشونت کنه که اعتبارش در بین جامعه از بین بره، نه اصلاح طلبها تمام امکاناتشو از دست بدن، 2 سالها اسیر و گرفتار پشت در زندان و اینور و اونور بشن، و نه حالا محصولی هم که تولید شد ازش چی بود دیگه، خودشون باش درگیر شدن که این رو میشد. یعنی هیچ عیبی هم نداره که یک باری خب یک چیزی بگه، حالا انتخابات رو میگفت این چیز تجدید بشه. خب در این شرایط میاد کی گفته حتما بعد حرف حکومت همیشه حرف مطلق باشه؟ اونم مگه حرفی داره شنیده بشه بگه باش اگر به این نتیجه رسیدیم که باید برگزار بشه برگزار میکنیم دیگه. و اون یه طرف قضیه هم اون هست، این آدم هم نخست وزیر آقای خمینی بوده، مورد احترام همه اینا بوده، سالها در واقع شخصیتی بوده که خود اینا میگن در حساس ترین دوران این کشور اینجا رو اداره کرد. آقای کروبی نورچشمی آقای خمینی بوده. اینجور بی احترامی و بی حیثیت سازی و فحاشی و اون شرایط رو براش چیز کرد، این کجای کاره؟ بالاخره یک سوء مدیریت خیلی وحشتناک سبب خساراتی شده که الان خب میبینید آثارشو. این بی‌اعتمادی فراوان از کجا اومده؟ خیلی ممنون. این رأیی که مردم نمیان تو انتخابات مجلس بدن و تو تهران 4% دیگه تو دور دوم شرکت، ما از کجا اومده؟ همین بوده دیگه. حالا همه اینها رو میگیم که آقا اینا رو آزاد کنید، 15 سال آسیب دیدن دیگه. تو اگه بخوای نه نهایتاً باید اعترافی هم بکنن. رو چه حسابی باید اعتراف بکنن؟ اون فوقش به اون در 1 سال حد اکثر فرض کنیم، فرض میکنیم ادعای
حذف کردن 1 سال بعد مجازات بشن، 15 سال بعد میگی نه تا چیز نکن. خودتون نمیخواد مشکل حل بشه اگه همچین نظری میگی، یعنی میخوای اینها رو تو همون حبس تا ابدالمدت بمونن. مثلا اگر خدای برن دادگاه حکم اعدام صادر بشه اصلا هیچ قیدی نیست. آقای کروبی که 100 بار گفته، آقای کروبی میگه آقا اعدام هم میخواید بکنید دیگه، شما که دیگه دایه به اصطلاح دلسوزتر از مادر که نمیتونن، شما میگه اعدام هم میکنید باشه فبه ها. یکی به اصطلاح دادگاه علنی صالح با یه قاضی بالاخره که همه بگن، حالا تازه اینا هم شرطا هم نگذاشته، گفته یه دادگاهی برگزار بشه من بیام حرفامو بزنم باشه، اگر ما مجرم بودیم اعداممون کنید. دی از این متواضعانه تر میشه حرف زد؟ میگن نه چون اعدام اینها به ضرر کشور. آقا چیه اینا اگر نفوذ ندارند، اگر همچنان مردم طرفدارشون نیستن، چی نگرانی داره؟ این همه تو دنیا رهبران اپوزیسیون رو میگیرن اعدام میکنن، حالا شما پس این نگرانی از چیه؟ بنابراین نکته همینجاست که یک روال غیر حقوقی، غیر قضایی، یک روال امنیتی با اعمال نفوذ اینها رو در اون حالت نگه داشته. الان اگه میخواد فضا درست بشه همجوری آقا میگه آزادشون کن، یعنی اون تیمی که مستقرم تو خونشون هست. ببین آقای منتظری که هست بود، خب نیروی امنیتی اونجا مستقر نبود، شما میرفتید تلفنی هم حتی با چیز میشد باشون صحبت کنی با گوشی آیفون. چند بار من هیچ کسی اونجا نبود، یه دری رو اومده بودن بسته بودن. اینها نیروی امنیتی توی حریم خونشون بودن، تو خونه آی کروبی مدت‌ها اینها تو اتاق خوابشون جلو چشم اینها بوده. خب آخه این چه وضعیه؟ خب لااقل یه مهری بزنید برید دنبال کار. تو این استقرار فیزیکی نیروی امنیتی در حریم خصوصی یک نفر از کجا اومده؟ شورای امنیت ملی رو چه حساب اصلا جرأت داره و میتونه همچین حکمای بده که شما برید اونجا؟ اصلا برید چیکار بعد؟ بنابراین این شیوه است که به نظر من بعد یک نقطه پایانی بهش گذاشته بشه تا هممون بتونیم این بحران‌ها و رنج‌ها رو لااقل فراموش کنیم، دوره جدیدی شروع کنیم. لااقل نظر من اینه، حالا تعداد میای اینا رو بکشیم تا آخرش، نه از این ور حل بشه نه از اون ور. ولی من اعتقاد دارم زمان حل این مسئله نه گذشته، ولی دیگه از این به بعد واقعا کسانی میتونن رو داستان اصرار کنن که بخوان ماجراها هرگز حل نشه. خیلی ممنونم، متشکرم. یه 2 سوال کوتاه از هر دو، از در حد بله و خیر اگر امکانش باشه. آقای دکتر زیدآبادی در حد بله و خیر بفرمایید. سال 88 تقلب شد؟ من نمیدونم واقعا. نمیدونم. آقای طائب آقای موسوی رو آدم صادقی میدونید؟ نه. خیلی ممنون. متشکرم. ممنونم آقای دکتر زیدآبادی. از شما بینندگان عزیزم که تا این لحظه این گفتگوی به نظرم کم سابقه رو مشاهده کردید، از شما تشکر میکنم. امیدوارم که بتونیم گفتگوهامون رو ادامه بدیم. هدف ما بست گفتگو در کشور هست. شما رو تا گفتگوی دیگه به خدای بزرگ و عادل میسپارم. خدا یار و نگهدارش. به قضاییه پیگیری میشه و خود شده چه خبر شده آقای دکتر زیبا کلام چرا شما من شما میپرسن خانم منصوری نداشت دیگه عالم لا وافی میگذارم این که الان مثلا آیا اشتباه کردید یا حتی کلمه نرمال الان این طوره. شما مورد عنایت قرار دادن. بچهای امام صادق اگه میان متهم به دوگانگی میکنن به اندازه کافی بقیه برای ما مثلا بیان این پرسش بیاد زیده بودن با دیگه نمیشه. تو اینستاگرام این خط ارائه شد